السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید. اه، اه، خوش آمدید به برنامه ما که امروز طول چند اه، مدت با شما خواهیم بود و امروز سوال و جواب خواهد بود. امیدوارم که یکایک شما آماده سوال و جواب هستید و امیدوارم که یکایک شما تنصیحت هستید و در خاندان شما تنجی و امانی و آسایشتگی است. و با همین امید برنامه امروزه را آغاز می کنم تماشابینان عزیز و امیدوارم که برنامه امروزه خیلی مفید خواهد بود، چون به سوال هایی که از این پیش شاید اه، داده نشده بودند و یا اینکه خیلی سوال های مهم هستند و امروز باید جواب خود را داشته باشند، از رهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد محی الدین کبیری جواب میپرسیم. و چند پیش 2 روز یا 3 روز پیش، اگر از یادتان نرفته باشد تماشابینان عزیز گرامی، ما رضایت استاد محی الدین کبیری را گرفته بودیم که با ایشان سوال و جواب داشته باشیم و ایشان به سوال های ما جواب دهند. واقعا به ما سوال های زیاد آماده رسیدگی هست و اکثریتش را ما اختصار کرده سوال های با هم مضمونش یک خیله و سوال هایی که میتواند اگر جواب آن را بگیریم به سوال های دیگر هم جواب داشتگی باشد، آنها را ما اختصار کردیم. و همچنین ما آماده هستیم که توسط رقم واتساپ که در زیر پست نشان داده شده است و همچنین توسط لینک استودیو شما میتوانید وارد شوید و ما آماده هستیم که سوال شما را بشنویم و ان الله به سوال شما استاد محی الدین کبیری جواب خواهند گفت. حالا تماشابینان عزیز، من استاد محی الدین کبیری را به برنامه خوش آمدید میگویم. سلام و درود به شما استاد، خوش آمدید به برنامه. و علیکم سلام برادر شوکت جان، سلامت باشید، در خدمت هست. سلامت باشید استاد. من پیش از آن که سوال و جواب را آغاز کنم میخواستم از شما بپرسم که اول شما یگان گفتنی داشته باشید، بفرمایید یگان، چون که بعضی از گفتنی ها گفته میشوند به سوال نیاز نمیماند. برای همین طول چند دقیقه شما میتوانید ابراز اندیشه کنید و بعد از آن برنامه رو آغاز کنید. خیلی خوب. حالا نمیدونم شوکت جان شما مدت این برنامه را چقدر در نظر گرفتید و من این صحبت مقدماتی را چند دقیقه وقت دارم، چون موضوعی که امروز در جامعه تاجیکستان خیلی مبرم هستند نیاز به آن دارد که یک کمی در مقدمه من صحبت داشته باشم. اگر به من این فرصت داده شود که حدود شاید 10-15 دقیقه یک مراجعت با علمای کشور داشته باشم در مقدمه این نشست سوال و جواب، بعداً اگر شاید در رفت این مراجعت من یا صحبت من با علما با چند از سوالهای شما هم جواب در داخلش باشد، ولی اگر که نبود بعداً باز برمیگردیم با سوالهای شما. یعنی حدود در مقدمه من حدود 10-15 دقیقه وقت از شما میخواهم. بسیار خوب. یعنی علاقه از گپتون معلوم شد که یک مراجعت با علما دارید. بله من حالا وابسته به همین موضوع اخیر روز با خصوص قانون منع حجاب میخواستم، شاید در سوالهای شما هم باشد این موضوع. بله هست. ولی خب من میخوام یک کمی پیش دستی کنم و یک صحبت با علما داشته باشم. تشکر. اگر برخی از سوالهای شما در داخلش جواب باشد باز بهتر، اگر نبود حتما باز جواب خواهم گفت. بسیار خوب، بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلات و سلام علی رسوله محمد صلی الله علیه و سلم. من با استفاده از این فرصت میخواستم چند مراجعه به
علمای کشور، به افرادی که در تاجیکستان با آنها هم علما، هم روشنفکران دینی، هم پیشوایان مذهبی و هم خادمان دین گفته می شود. و زیرا این شب و روز جامعه ما دچار بعضی از مشکلات گشته است، به خصوص خواهران و مادران ما بعد از آنکه پارلمان کشور تغییرات و علاوه‌های را به قانون‌های عمل کننده وارد کرد که طبق این تغییرات و علاوه‌ها چند محدودیت‌های دیگر بالای مردم دیندار، به خصوص بالای خواهران و مادران وارد شد و نه تنها نسبت بانوان و مادران بلکه نسبت همه شهروندان، چون که بالاخره بانوان ما اینا جزئی جامعه تاجیکستان هستند و حتی شاید که قسمت بیشتری اهالی تاجیکستان را محض زنها تشکیل کنند. در این تغییرات و علاوه ها این چنین دیگر مسائل هم دستکاری شدن، از آن جمله حتی حاجیان ما، کسانی که به زیارت خانه خدا می روند، بعد از بازگشت دیگر نمی توانند در اون مراسم شادی که انسان در چنین روزها می خواهد این شادی خود را با یار و دوستان، با همسایگان، با همکاران تقسیم کند، اونها را به یک مهمانی دعوت کنند، یا حتی نمی توانند این افراد به عیادت و به تبریک یک نفری که خانه خدا را زیارت کرده است، مراسم حج یا عمره را ادا کرده است، به زیارت یابیند. و در مجموع حکومت جمهوری تاجیکستان اون سیاست دین ستیزی خود را ادامه داده ایستاده است و حالا من فکر میکنم که به اوج اعلای خود رساند. اما چرا من در این شب و روز لازم دانستم که به علمای کشور و خادمان دین به اصطلاح خود مقامات دولتی تاجیکستان مراجعت کنم؟ اصلا خیلی وقتا بود که میخواستم چون یک مراجعت با اهل علم تاجیکستان داشته باشم، اما یا فرصت نمیشد یا بهانه خوبه به دست نمی آمد. امروز که این حالت پیش آمد، شاید که بهتر از این موضوع، بهتر از این بهانه برای صحبت با شما برادران، استادان عزیز نباشد. ببینید، شما را ما جامعه تاجیکستان همچون پیشوایان مذهبی میشناسد. من وقتی که شما میگم منظورم علمای دین هست، منظورم امام خطیبان هست، منظورم کسانی هست که در نهادهای دینی مثل مسجد، مدرسه کار و فعالیت میکنن و کسان این الان مخاطب من هستند و با آنها مراجعت میکنم که اگر یک کمی آشکارتر بگیم، نان دین رو میخورید. یعنی شما هم کسب و کارتون از روی نانی که میخورید، اون لقمه حلاله که انشاءالله امیدوارم که حلال باشد و اون رو با زحمت و تلاش حلال کرده میخورید، از روی دین هست. اگر شما اون جامه و اون لباس و اون ساله و ریش اسلامی را در بر نداشتید، مطمئن باشید که مثل یکایک ما کسانی که با این لباس مزین نیستیم، از ما دیگر هیچ فرقی نخواهید داشت. و ملت تاجیک، ملت دین محور، ارزش محور تاجیک هم شما را به خاطر کدام یک علم و توانمندی و یگان کسب و کار دیگرتان چنین احترام نمیکند، بلکه احترامی که امروز میکند و در گذشته هم کرده است و امیدوارم که در آینده هم این احترام مردم را از دست نخواهد داد، به خاطر اسلام است، به خاطر آن است که فکر میکنند که شما در خدمت دین هستید و همین است که قانونگذاری هم و مقامات دولتی هم شما را خادم دین میگوید. اما باید برادران، استادان عزیز، این سوال را در نزد خودمان صمیمانه بگذاریم که آیا واقعا شما که امروز مسئولیت دینی را بر دوش دارید خادم دین هستید یا دین در خدمت شماست؟ من فکر میکنم تا امروز دین در خدمت شما بود، زیرا شما از روی منصوبیتتون به این مسجد، کار و فعالیتتون در این مدرسه یا در دانشگاه اسلامی هم نزد مردم احترام دارید و هم از روی آن نان میخورید. اما نام شما را گذاشتن خادم دین. شما را هیچگاه نمیگن که دین به شما خدمت میکند، بلکه شما به دین باید خدمت کنید. مسئولیت شما، رسالت شما هم همین است. و اگر به زبان عربی هم میگن رجال الدین، به معنای آن است که مردان دین. چنانه که ما را سیاستمدار میگن، چون من واقعا سیاستمدارم، رهبر یک حزب سیاسی هستم یا رهبر یک پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف احزاب و گروه های سیاسی هستم، بنابراین ما را میگن سیاستمدار. اما شما را رجال الدین یا خادم دین میگن یا
علما یا پیشوایان مذهبی میگم به خاطر اونه که شما واقعا هم پیشوای مذهب باشید و اون چیزی که مذهب یعنی دین تقاضا میکند آن را باید تطبیق کنید، آن را طلب کنید، آن را باید که از دیگران بخواهید و این چنین در خدمت دین باشید. اما اون چیزی که ما امروز میبینیم، حالا این بد است یا خوب است این موضوع قضاوت ما نیست، این است که دین به شما خدمت کرده است. شما مورد احترام مردم قرار میگیرید به خاطر دین. شما را حتی نان میدهند، شما صاحب پول و جایگاه و ماشین و خانه و درهای در این شب و روزها میبینیم که از تاجران هم از بیزنسمن هم بعضا بایگری و خانه و زن و حالا دارایی شما بیشتر هست. پس این همه را شما فکر نکنید که از روی دانش یا از روی کدام کسب و کارتان، شما نه آهنگر هستید، نه دوریدگر هستید، نه استاد یگان پروفسور شیمی و بیولوژی هستید. شما فقط درباره دین با مردم صحبت میکنید و مردم هم فکر میکنن که شما در خدمت دین هستید. اما استادان عزیز، برادران گرامی قدر، امروز در عصر تکنولوژی، در عصر جهانی شوی علم توسط این هوش مصنوعی و اینترنت، دیگر مثل سالهای قبلی نه من، نه شما، نه کسی دیگر به اون حدی که در گذشته ضرورت بود که یک نفر علم را، دانش را، از آن جمله علم دینی را از سینه به سینه، از قلب به قلب، از سر به سر دیگر، توسط درس دادن، توسط حفظ کردن، توسط آموزاندن و در سالهای شوروی به طور پنهانی در عوض یا در قیمت جان و زندانی شدن، مردم واقعا به دین خدمت میکردن. امروز توسط اینترنت هر یک انسان مؤمن دلخواه مسئله فقهی را از اینترنت، از گوگل، از هوش مصنوعی یا حتی از یک شخصیت دینی بیرون از تاجیکستان هم با دلخواه زبانش، به زبان عربی، فارسی، روسی، انگلیسی، آلمانی پیدا کرده میتواند. دیگر ما و شما نباید اون بالای مردم منت بار کنیم که اگر ما نباشیم کی به دین خدمت میکند، اگر ما نباشیم کی مراسم مردم را انجام میدهد، اگر ما نباشیم کی به مردم علم دینی را میآموزاند. اگر علمای پیشتر از ما 20 سال پیش، 30 سال پیش، 100 سال پیش این منت رو بالای مردم میگذاشتن و مردم به این خاطر آنها رو احترام میکرد، حق داشتن. زیرا در اون زمان نه تلویزیون بود، نه اینترنت بود، نه ویدیو بود، نه یوتیوب بود. اما ما و شما برادران عزیز، استادان گرامی، دیگر حق نداریم بالای ملت، بالای مردم، بالای افراد دین دوست و دین محور این منت رو بار کنیم. چون از اینترنت دلخواه مسئله فقهی، مسئله علمی، مسئله عقیدتی رو آنها پیدا خواهند کرد و مطمئن باشید به مراتب از ما و شما بهتر. و امروز مثل پیشینه نیست که هر کس در یک دهه ملای دهه خود را داشته باشد، ملای قوم و قبیله خود را داشته باشد. امروز حتی در تاجیکستان امروزه ما، تا جای من میدانم، دیگر مردم وقتی که یک مسئله فقهی را میخوان، فتوای را داشته باشند، اینا مراجعت میکنند به علمای فارس زبانی بیرون از تاجیکستان و من فکر میکنم درست هم میکنند. چرا درست میکنند؟ برای آنکه متاسفانه امروز در تاجیکستان حداقل از قسم زیاد از علمای تاجیکستان، از خادمان دین، دیگر فتوای درست و سالم دینی بیرون نمیآید. اکثر این فتواها سیاست زده شدن، اکثر این فتواها نه طبق خواسته قرآن، نه طبق گفته قرآن و حدیث است یا صاحبان مذهب است، بلکه بیشتر طبق خواسته و سیاست‌های پیش گرفته حاکمان زمان می باشد. بنابر همین من اگرچه در گذشته خیلی مخالف آن بودم که شهروندان تاجیکستان فتواها و علم دینی را از خارج بگیرند، خیلی تلاش میکردم. حتی در وقتش با وزیر امنیت تاجیکستان هم بحث‌های زیاد داشتیم که باید یک شهروند تاجیکستان در داخل کشور فتوا را از علمای داخلی بگیرد و حکومت وظیفه‌دار است که تمام شرایط را یکم برای رشد و تربیت چنین علما مهیا کند، دوم به علما این آزادی را بدهد که اونها بتوانند در اساس قرآن، در اساس سنت و در اساس منافع ملی و دولتی ما فتواهای درست و سالم را صادر کنند. اما وقتی که حکومت نه تنها ضد دین مبارزه میبرد، نه تنها
مسجد و مدرسه را منع میکند، حجاب و ریش را منع میکند، حتی به علما هم اجازه نمیدهد که فتواهای درست و لازمی را صادر کنند و که این 100% بر ضرر منفعت ها و امنیت دولتی و ملی هست. خب استادان گرامی، حالا پیشتر هم گفتم بهانه‌ای که برای این صحبت ما و شما را به میان آورد این هم باشد قانون‌های اخیراً قبول کرده حکومت جمهوری تاجیکستان است. شما بزرگان، شما کسانی که باز تکرار میکنم نان دین را میخورید و به خاطر همون قال الله و قال الرسول شما مورد احترام مردم دیندار هستید. امروز در این مصیبت بزرگ هم دینی، هم ملی و هم انسانی شما در کجای کار قرار دارید؟ صدای شما کجاست؟ موقع شما کجاست؟ بیانیه های شما کجاست؟ فتواهای شما کجاست؟ خطبه های نماز جمعه شما در این موضوع کجاست؟ جهان اسلام امروز میجوشد و تاجیکستان و منع حجاب در تاجیکستان، منع ریش در تاجیکستان، منع زیارت حاجی در تاجیکستان تبدیل به موضوع روزی جامعه های، حتی در شب و روزی که فلسطین در خون غرق می شود، موضوع صحبت خطبه های نماز جمعه اکثریت مساجد آزاد در جهان اسلام وضعیت مسلمانان تاجیکستان و ممنوعیت حجاب بود. جهان اسلام در این باره امروز صحبت میکند، گپ میزند، داد میزند، سایت ها می نویسند. رابطه علمای اسلامی بیانیه صادر کرد، اتحاد علمای اسلامی بیانیه صادر کرده ایستاده است. شبکه ها، تلویزیون ها در این باره صحبت میکنند، اما اون گروهی که خاموش است، صدایش را بلند نمیکند، کسانی هستند که در تاجیکستان با نام علمای اسلامی یا خادم دین معروف هستند. پس شما خادم کدام دین هستید؟ به من نام اون دین را بفرمایید، بگید که اون کدام دین است که شما در خدمت آن هستید؟ دین اسلام؟ خب پس این مشکلی اسلام است، این مشکلی مسلمان ها است. پس چرا شما خاموش هستید؟ شاید جواب شما این باشد که میترسید از جانتان، از مالتان، از منصبتان، و حق هم دارید. در تاجیکستان حکومتی هست که نه به ملا رحم میکند، نه به سیاستمدار، نه به ژورنالیست، نه به ادوکات، حتی به طرفداران خودش هم رحم نمیکند. از این جهت من شما را کاملا درک میکنم و میفهمم. اما یک راه به شما نشان میدیم. حالا اگه شما که جسارت و جرأت و شجاعت در برابر یک حاکم ظالم و حتی برای انجام مسئولیت ایمانی و عقیدتی و کسبی خودتان، من برای آن کسبی میگم که شما دین را همچون کاسبی استفاده میبرید، از روی آن نان میخورید، زندگیتون رو تأمین میکنید. پس برای شما این دین کسب هست. خدمت کردن به دین باید کسب باشد. اما حداقل مثل همون طبیبان و معلمان و راننده ها که اونها هم یک شأن و شرف کسبی دارند و کسب خود را، منفعت های اون ساحه خود را حمایت میکنند، حداقل در این حد هم باشد شما باید وارد موضوع شوید. اما اگر جسارت رو ندارید، من که شما که دیگر در تملق و چاپلوسی و مداحی حکومتداران که دیگر ماشاءالله هم استاد هستید، هم تجربه را دارید و هم اکثریتتان، نمیگم همتان، بلکه اکثریتتان متاسفانه این تملق و چاپلوسی مذهبی را هم، دینی را هم در قطار چاپلوسی و مداحی سیاسی دنیوی که اکثر شاعران و نویسندگان و آوازخوانها و حتی سیاستمداران ما، چه رسد به استادان دانشگاه و اهل علم، شما هم راه اندازی کردید و ماشاءالله موفق هم هستید و حداقل از این هنر خودتان استفاده برید و اونم در خدمت دین. شما که برای منفعت‌های شخصی خودتان، برای منصب، برای منبر مسجد را از دست ندادن، مداحی و چاپلوسی و خوشامدگویی را در حق کسی که 100% علیه دین شما مبارزه برده ایستاده است شما انجام داده تا امروز و داده ایستاده، و اینم به خاطر زندگی شخصیتان، اینم به خاطر مال و داراییتان. خب اگر یک مراتبه هم همین چاپلوسی و همین مداحی خود را و اون را هم از منبر رسول الله و اون را هم در مسجد به خاطر خدا، به خاطر حمایت از مادران و خواهران اگر انجام میدادید، من فکر میکنم که یگان جای شما کم نمیشد.
شما بالاخره رحمان رو تنقید نکنید، شما بالاخره علیه اون یگان حرفی درشت نگید، بلکه با همون شیوهی که خودتون بلد هستید، با همون چاپلوسی، با همون زبان نرم، با همون التماس و التجا از او خواهش کنید و از همه مهمش او را متقاعد کنید، بفهمونید که اگر همین قانون را امضا نکند، برگرداند به پارلمان، به فایده خودش هم هست، یعنی خودش هم از این نفع میبرد. حالا اگر شاید فکر کنید که چگونه نفع، من با شما باز این رو هم شرح میدیم. نفعش در این است که امام علی رحمان هر گاهی در هر مسئله احساس کند که به منفعتش است، فرق ندارد، او میتواند حتی سیمپوزیوم بین المللی امام اعظم برگزار کند که کرد. چرا کرد؟ شما فکر میکنید که به خاطر احترام امام اعظم و به خاطر عملی کردن فتواها و گفته‌ها و نقطه نظرهای امام اعظم کرد؟ نه، به خاطر آن کرد که این پیام را به جامعه مسلمانی تاجیکستان به اهل دین روان کند که ببینید من امام اعظم را که هم تاجیک است، هم صاحب مذهب است، هم یک نفری است که تاجیکستان از روی فتواهای او، از روی مذهب او زندگی میکند، من احترام میکنم. به خاطر او یک سیمپوزیوم بین المللی برگزار کردم، علمای عالم اسلامی را دعوت کردم و این به فایدهش بود. برای چی میگم به فایدهش بود؟ نه از خاطر محبت به امام اعظم، برای آنکه 100% امروز علیه فرموده های امام اعظم رفتار کرده ایستاده است. پس هیچ کس گفته نمیتواند که او به خاطر محبتش به امام اعظم، به خاطر گرامی داشت امام اعظم این کارو کرد. نه، به خاطر آنکه منفعتش در همین بود که همون شب و روز فکر انتخاب کنندگان را از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به سمت حزب خودش بکشاند که البته فایدهش نکرد. اما او میدانست که و هنوز هم میداند که امام اعظم و شما هم علمای محترم کشور میدانید که در مسئله حجاب هیچ یک امام دیگر برابر امام اعظم رحمت الله علیه سخت نگرفته است. نه امام شافعی، نه امام مالک، نه امام حنبل، نه دیگر اندیشمندان و فقیهان عالم اسلامی. حتی ابن تیمیه که در بین علما یکی از متشددین معروف است، حالا تا کجا این واقعیت دارد یا ندارد این هم نسبی هست، اما خیلی سختگیر هست در بعضی مسائل. حتی در این مسئله هم برابر امام اعظم در مسئله حجاب سختگیری نمیکند. امام اعظم مسئله حجاب را از دیگر امامان صاحب مذهب خیلی سختگیرانه مناسبت میکند. پس چگونه میشه که جناب امام علی رحمان پیشوای معظم شما هم سیمپوزیوم بین المللی امام اعظم برگزار میکند، هم تمام مسلمانان دیگر را بخصوص مسلمانان اصلاح طلب را، اصلاحات خواه را متهم گاه به سلفی و گاه به وهابی و گاه به اخوانی و گاه به شیعه و گاه به نهضتی و به اینها میکند و مردم را دعوت میکند که پیروی از امام اعظم کنند. اما در مهمترین مسئله خودش 100% بر علیه گفته‌ها و فرموده‌های امام اعظم رفتار میکند و قانون قبول میکند. پس شما موقع شما در این مسئله چی است؟ شما باید به امام علی رحمان بفهمانید، با او شرح بدید که اگر او این قانون را امضا نکند، برگرداند و پارلمان را متهم کند که این عیب پارلمان بود، خب هم آبرویش در بین مسلمانان بالا می رود، هم زبان شما محترم علما و امام خطیبان دراز می شود که ما را متهم کنید، زبان اپوزیسیون را کوتاه کنید، بگید که ببینید محیدین کبیری یا که پیمان ملی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای همین قانون حکومت و شخصا امام علی رحمان را تنقید کرد، اما امام علی رحمان که هم مذهب دوست است، هم امام اعظم را احترام میکند، هم حقوق مادران و خواهران ما را رعایت میکند، این قانون را برگرداند. مردم مسلمان، عادتا مردم تاجیک ما خیلی هم خوشبین هستند، خیلی هم متاسفانه بعضا ساده هستند، ساده لوح هستند، ساده نگر هستند. حتما در این دام همراه امام علی رحمان آماده کرده شما در اون خواهند افتید. ما که میدونیم که این دام هست، از روی محبت نمیکند بلکه از روی منفعتش خواهد کرد. اما حداقل نهایت کار به فایده اسلام و مسلمانان و به فایده از همه مهمش خواهران و مادران ما انجام می شود. پس شما با این شکل در نمازهای جمعتان دست جمعانه
همتون یک مراتبه همون بیانی های سیاسی کمیته دین نوشته را که اون خطبه نماز جمعه نیست، اون 100% یک بیانیه های سیاسی هست، یک دفعه اون رو یا کنار بگذارید یا در آخرش یک دو جمله علاوه کنید دستجمعانه. همه امام خطیبان مسجد های تاجیکستان در برابر اون همه امام خطیب های مساجد عالم اسلامی، شما هم با زاره و تولا، با التجا، با اون القاب و عنوان های بالاخانه‌دار، حتی در همین مسئله من راضی هستم که شما او رو هم اولی الامر که گفتید، امیرالمؤمنین که گفتید، حتی بیاید مثلا اون اگر پیشوای معظمی بعضی از تاجیکستانیان هست، شما بالاتر از امام اعظم او را پیشوای معظمی اسلامی هم عنوان بدهید و مهم که این کار بود شود. اما من متاسفانه باور ندارم که شما این کار را کرده میتونید. این جرأت و جسارت را دارید و فقط میماند که ما با همین شکل هم به شما فشار بیاریم، هم شما را تنقید کنیم، هم برادروار نصیحتتان کنیم که حداقل در این مسئله که حیاتاً مهم است و آبروی شما هم از بالای همین است، در اینجا خاموش ننشینید و این کار انجام دهید. چرا من این حرفا را میگم؟ استادان گرامی، برادران عزیز، اکثریت شما رو من میشناسم، شما ما رو میشناسید، با هم نشستیم، با هم یک جای بودیم. بله بعد از این یک قسم زیادی شما، نه همه‌تان، باید از مرز انصاف بیرون نرفت. بعضیا هنوز هم این جسارت و شجاعت و جوانمردی را دارند که یا به خاطر نان و نمک یا به خاطر احترام اون ارزش‌های اسلامی هنوز هم دست به تنقید و تهمت ما نزدن. اما اکثریت شما متاسفانه این کار را یا زیر ظلم و زیر فشار، یا بعضیاتون حتی خودتون میخواهید این کار را از قلب و صمیمانه انجام بدهید. ما را هم تنقید کردید، نهضت اسلامی را، پیمان ملی تاجیکستان را و دیگر گروه ها تنقید میکنید، اما ما یکدیگر را میشناسیم. من چرا این را میگم؟ شما که 100% خودتون یعنی امام خطیبان تبدیل به یک افراد سیاسی شده اید. حداقل همین را همچون یک فشار سیاسی، همچون یک اقدام سیاسی و همزمان اقدام اعتقادی مذهبی انجام بدید، از منفعت‌های خودتون حمایت کنید، برای آنکه فردا این ملت از گریبان شما خواهد گرفت. مطمئن باشید دیگر نه اون جامه و ساله و ریش و نه اون لباس و منبر شما را از این مردم، از این ملت نجات نخواهد داد. چرا؟ برای آنکه شما در کمند تبلیغاتی سیاسی ضد دینی قرار میگیرید. خب امام علی رحمان که دیگر قضیهش معلوم است، اون هم ضد حقوق بشر است، هم ضد آزادی سیاسی، آزادی دینی، آزادی مطبوعات، اصلا حاکمیت را اوزورپاسیا کرده است، غصب کرده است. ولی شما تبدیل شدید به یک وسیله سیاسی تبلیغاتی یا به اصطلاح پروپاگاندا. خب حداقل برای آینده خودتون، حالا من آینده گفته منظورم از روز قیامت و آخرت نیست، متاسفانه برخی از شما، نمیگم اکثریت، برخی از شما حتی درباره آخرتتون هم فکر نمیکنید. اگر فکر میکردید این کارها را که تا امروز کردید نمیکردید. اما درباره همین آینده نزدیکتون که بعد از سقوط امام علی رحمان حداقل فکر کنید که، یا شما فکر میکنید که این مردم برمیگردن چون مردم تاجیک مردم متدین هست، دین دوستدار هست، شما باز همون ریش و ساله و باز همون بسم الله و الحمدلله و قال الله و قال رسول گفتید با همین تمام؟ نه، مطمئن باشید که همین مردم مهاجر جبر دیده که یک قسم زیادش در روسیه، قسم دیگر در اروپا، یک قسم دیگرش از روی مجبوری و ضرورت و این هم با همون سبب سیاست‌های اشتباهی حکومت و پروپاگاندا و تبلیغات غلط شما رفتن به عراق و سوریه و افغانستان و جاهای دیگر که این هم از روی مجبوریت رفتن. اینا خودشون همون قال الله و قال رسول و آیات و احادیث را مطمئن باشد که از من و شما اگر زیاد ندانن کمتر نمیدانن. بعضیش هم با ریششون از ریش شما، که من ریش ندارم ولی از ریش شما هم زیباتر و کلانتر است. ساله و جامه را هم از شما بهتر بلد هستن که بپوشن. پس اون دیگر اون ژست و نمود ظاهری دینیتون در آینده شما را نجات نخواهد داد. اون عنوان شیخ الاسلام و نمیدونم امام خطیب و حضرت داملا و ایشان و ملا دیگر نجات نخواهد داد، چون دنیا دیگر شد، فهمیش انسانیت دیگر شد، از آن جمله فهمیش دینی هم.
آنچه که شما را نجات میدهد هم در این دنیا و هم در آخرت، این با خدای خود راست بودن، با ایمان و وجدان خود راست بودن و با ملت و مردم خود راست بودن است. با همون نفرانی که شما وقتی میاد در صف اول میستید به امامتی نماز یا بالای منبر رسول الله بلند میشوید، بسم الله و الحمدلله میگید و خطبه را آغاز میکنید و با چشم مردم در پایان نشسته نگاه میکنید، حداقل فکر کنید که همون جوانی که یا همون پیرمردی که در رو برای شما ایستاده است، ماشاءالله که دیگر خانم‌ها رو از مسجدها کو بیرون کرده، ولی حداقل از همون مردا، از همون جوانانی که در مقابل شما است شرم کنید، بگید که حاضر که من ایستادم در مقام میراثبر پیامبر اکرم در منبر رسول الله و از آیات و از احادیث صحبت میکنم، حالا همین جوان با چشم من نگاه کرده ایستاده است، در سیمای من رو کی را میبیند؟ خادم دین یا کسی که الکی تبدیل شده است به یک وسیله سیاسی مقامات و دارد این خطبه نه، این ورقه تبلیغاتی سیاسی را میخواند، همون طوری که در زمان شوروی اون جمعیت دانش بود عدل پروپاگاندای KPSS می نوشت، حالا همین کمیته دین تبدیل شده است به عدل پروپاگاندای KPSS و شما هم تبدیل شدید به همون لکتورهای جمعیت دانش که متاسفانه با سوء استفاده از منبر رسول الله این تبلیغات سیاسی را انجام میدهید. ببینید علمای محترم، برادران و استادان عزیز، فرق ما و شما در چی است؟ من یک سیاستمدارم، رهبر یک حزب سیاسی ام، رهبر حزب سیاسی اسلامی، اما ما را همچون سیاستمدار میشناسند که سیاست‌هایش را تلاش میکند در چارچوب ارزش‌های دینی و ملی انجام بدهد. فرق ما و شما در چی است؟ در اون نیست که شما مشغول به سیاست نیستید. اتفاقاً و متاسفانه شما بیشتر از ما به سیاست مشغول هستید. فقط ما یک کمی جوانمردانه تر رفتار میکنیم، میگیم که ما عضو یک حزب سیاسی هستیم، زیرا از روی فهمیش ما، اعتقاد ما، دانش ما، همون طوری که علمای اسلام، همون طوری که پیامبر اکرم صلوات الله علیه در زندگی در رفتارشان نشان دادند که هیچ انسان بخصوص باز یک انسان مسلمان نمیتواند از سیاست جدا باشد، امکان ندارد. پیامبر اکرم یک روز هم از سیاست جدا نبودند. در مکه با اهل قریش مجبور بودند که بحث کنند، مجادله کنند، او را تحریم کردند، او مجبور به هجرت شد. تمام این اعمال سیاسی است، موقع سیاسیش همین بود. چنانه که اهل قریش علیه موقع سیاسی میگرفتند که او را سانکسیا کردند، تحریم کردند، او هم مجبور شد دست به یک اقدام اعتقادی سیاسی بزند، هجرت کرد. به اصطلاح امروزه میگراتسیا یک عمل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هست. خب ما هم با سیاست مشغولیم، شما هم با سیاست مشغولیم. ما سیاست خودمون رو عملی میکنیم، کوشش میکنیم، باز تکرار میکنم، ما دعوی اون نداریم که ما 100% سیاست اسلامی رو تطبیق کرده ایستادیم. بعضا در یک شرایط قرار میگیرد انسان که نمیتواند، عاجز است که 100% اون سیاست اسلامی رو تطبیق کند، اما حداقل ما تلاش میکنیم تا اون جایی که امکانیت و استطاعت داریم. اما این سیاست ما هست، سیاستی هست که ما در اساس ارزش‌های خودمون آن را عملی میکنیم. هیچ کس به ما آن را تحمیل نکرده است، نه سازمان ملل، نه امریکا، نه ترکیه، نه ایران، نه اروپا، نه کمیته دین، نه امام علی رحمان، نه کسی دیگر. فقط اعضای حزب و طرفداران حزب به ما این سیاست را، این نقطه نظر را تحمیل میکنن که اون در چارچوبه ارزش‌های دینی و ارزش‌های ملی ما هست. اما شما هم در برابر ما و حتی بیشتر از ما به سیاست مشغول هستید. اما فرق ما و شما در این است که شما وسیله سیاسی هستید، نه سیاستمدار، نه کسی که خودتون در سیاست فاعل هستید. شما مفعول سیاسی هستید، ما فاعل سیاسی هستیم، ما عامل هستیم، ما عمل کننده هستیم، ما اکتیو هستیم. ولی شما پسیو هستید، شما مفعول هستید، بالای شما و از طریق شما سیاست را تحمیل میکنن. شاید بگوید که دلیل چی است؟ دلیل همون ورقه‌های سیاسی که شما با عنوان خطبه نماز جمعه میخونید. دلیل به همون مجبوریتی که در نزد کامیرا مجبور هستید که سیاست‌های ضد اسلامی یک حاکم ظالم را باز توجیه کنید، اون را سفید کنید، حتی دلیل پیدا کنید. اینا هم عمل سیاسی هستند.
و شما هیچ وقت نمیتونید بگید که از سیاست دور هستید، با سیاست آلوده نیستید. همه ما با سیاست آلوده هستیم، اما متاسفانه فرق شما در اون است که شما وسیله و حتی بدتر از این بازیچه سیاسی هستید و شما را همچون وسیله استفاده میبرند. خب بگذار در مسئله های دنیوی استفاده برند، ما اونقدر برای ما دردناک نیست، برای ما اونقدر رنجاننده نیست، اما دل ما میرنجد، ما دلمون درد میکند، دلمون به حال شما میسوزد که شما را در سیاست های ضد دینی همچون وسیله استفاده میبرند. استفاده بردن و من میترسم که در آینده هم استفاده خواهند برد. پس آیا وقتی آن نرسیده است که خب یک مراتبه، اونم باز میگم نه به خاطر اعتراض، نه به خاطر تنقید، بگذار با همون چاپلوسی، بگذار با همون خوشامد و تملق، با هر عنوانی که میخواهید متقاعدش کنید که به فایدهش هست که این قانون رو امضا نکنند. چون اگر این قانون امضا شود، عملی شود، واقعا من از اون میترسم که یک مصیبت بزرگ بالای خواهران و مادران ما خواهد آمد. و از همه بدتر، من این نکته را برای شما استادان عزیز، علمای محترم میگویم، اگرچه کلمه محترم نه همه وقت مناسب است در این شب و روزها، اما به هر صورت به خاطر دین مبین اسلام، ببینید چرا امام علی رحمان در همین شب و روزی که در تمام عملیات های به نام تروریستی گویا تاجیکان شرکت دارند، کراکو سیتی مسکو در اروپا 9 نفر امروز در زندان های اروپا است، در آلمان به خاطر متهم بودن به آماده کردن عملیات تروریستی، در ترکیه 2 یا 3 مرتبه، در ایران 2 مرتبه، در افغانستان حتی رهبر حزب اسلامی افغانستان گلبدین را با ادعای حکومت طالبان در تروری که به نقشه گرفته بودند بیا تاجیکان دست داشتند. هیچ عملیات تروریستی نیست که امروز تاجیکان در آن دست ندارند و دلیل هم چی است؟ تمام کارشناسان، سیاستمداران میگویند که به خاطر آن تاجیکان، جوانان تاجیک به سمت افراطی شوی رفته ایستادند که حکومت امام علی رحمان در داخل کشور محدودیت‌های دینی را 10-15 سال اخیر زیاد کرده است. مردم ناراضی‌اند، مردم عصبانی شده ایستادند. یک حکومت عاقل، یک حکومتی که حداقل منفعت خودش را درک میکند، میداند، در همین شب و روزی که به این هم جوانان تاجیک از عصبانیت، از ناراحتی دست به چنین عملهای خشونتبار میزنند، چنین یک قانون احمقانه را قبول نخواهد کرد. نه مسیحی، نه یهودی، نه بودایی، نه اتئیست، حداقل اگر عقل داشته باشد این کارو نمیکنند. اما چرا امام علی رحمان در چنین شب و روزهای حساس به جای آن که بیاید فشار بالای دین را کمتر کند، پیش روی افراطی شوی را بگیرد، به مردم تاجیک، به جوانان تاجیک بگوید که خب من اشتباه خود را درک کردم، اکنون بیایید، من یگان مشکلی به ریش و به حجاب و به مسجد و به مدرسه شما ندارم، مرحمت آزاد، مثل ترکیه، مثل امارات، مثل مالزیا، مثل کشورهای دیگر اسلامی بروید آزادانه در مسجد عبادت خود را کنید، فقط نترک کنید، نکشید، غارت نکنید. اما چرا این کار رو نمیکنند؟ آیا فکر میکنید که امام علی رحمان تا این درجه احمق است، تا این درجه یعنی بی تجربه است که این کار رو نمیکنند؟ بله، اون متاسفانه بعضا احساس میشود که از اون مرزها میگذرد، اما ما و شما باید این رو با تأسف قبول کنیم که او دارد عمدن این کار رو میکند. برای چی عمدن میکند؟ برای آنکه باز شمار بیشتری از مردم تاجیک هم عصبانیتشون بیشتر شود، هم افراطیگری زیاد شود و هم اگر کسی اعتراض کرد و دست به یک اقدام اعتراض آمیز زد، او را اعلان متهم به تروریسم اکستریمیسم کند و خودش را در پیش چشم جامعه جهانی همچون یک مبارزی سرسختی علیه تروریسم و اکستریمیسم دینی نشان بدهد و این کار را با دست شما انجام خواهد داد و شما از منبر و در مدرسه و مساجد باز این سیاست های هم ضد دینی و هم ضد انسانی و هم ضد ملی او را هم تبریه خواهید کرد، توجیه خواهید کرد، سفید خواهید کرد و خودتان تبدیل میشوید به یک تبلیغاتچی، به یک پروپاگاندیستی سیاست های ضد دینی. خب حداقل این رو درک کنید، حداقل در این موضوع
بیاید یک مراتبه هم با خودتون هم با هر شکلی که میگوید با همون بیورو یا که شعبه تبلیغاتی KPSS شعبه پروپاگاندا که امروز با نام کمیته دین معروف است با اون سلیمان دولتوف بفهمونید با امام علی رحمان بفهمونید که در نهایت کار این سیاست هم بر ضرر ملت است، بر ضرر ملت و دین که 100% است، اما در نهایت کار بر ضرر خود امام علی رحمان، بر ضرر سلیمان دولتوف و بر ضرر یکایک شما امام خطیبان و مدرسان و مؤذنان و استادان دانشگاه و مدرسه های دینی می باشد. اگر فهمیدید، اگر درک کردید و اگر این صحبت های برادرانه ما رو همچنین یک برادری کوچکتان که از شما هم کمتر سواد دارم، از اکثر شما شاید کمتر سن و سال داشته باشم، کمتر تجربه دارم، اما مسئولیت خودم میدانم که امروز این حرفا رو بگم، چون هم ملت، هم دین و هم ما و شما در معرض یک خطر بزرگ قرار داریم. اگر این رو من امروز نگویم پس مسئولیت خود را در نزد وجدانم، ایمانم، ملتم و دین خودم انجام ندادم. خداوند نگهبانتون باشد و امیدوارم که دیگر هیچ بهانه پیش نخواهد آمد که من با شما با این لحن و با این شکل صحبت کرده باشم و کوشش میکنیم و امیدواریم که صحبت‌های آینده ما و شما در موضوعهای مثبت به خاطر پیشرفت ملت، به خاطر پیشرفت دین و کشور عزیزمان باشد. خداوند نگهبانتون باشد. شوکت جان صدات نیست. سلامت باشید استاد گرامی. هرچند از 15 دقیقه وعدگی زیاد گذشت ما هم دم نزده ایستادیم، به این امید که وقتی سوال دیگه هم شما دم نزده جواب میدید انشالله. من عذر میخواهم، واقعا ساعت نگاه نکردم چون معلوم شد که در دلم بسیار گپ جمع شده بود است و یک بار یا کفیدم یا که درد دل کردم. اما خب این دیگر یکی از کمبودی های ما همین اهل علم و سیاستمدارا هست که دیگر بعضا وقت رو رعایت نمیکنیم، اما وعده میدم که در وقت سوال جواب کوتاه‌تر جواب کنم. بفرمایید. تشکر زیاد استاد. بسیار سوال ها از خیلی شدگی هستند، جمع شدگی هستند، ما اینجا آوردیم و همچنین حالا سوال ها آماده ایستادند. از همین جا سر میکنیم گویا این که نو با شما شناس شده ایستادیم، همین خیلی سوال ها هم آمادگی هستند. شما سوال همین طور است استاد، شما از کی به سیاست وارد شدید و چه کسی شما رو به سیاست آورد؟ اگر منظور سیاست فعال باشد، من فکر میکنم که اولین موقع سیاسی من این زمان بود که من نخواستم عضو کمسمول شوم. حالا نمیدونم چند ساله بودم. تمام صنف ما همون روز به مرکز ناحیه فیض‌آباد رفتن برای عکسگیری که برای بلیت کمسمولی عکس بگیرن. من یک چیز رو بهانه کردم و نرفتم. من ایران باید بگم که بله، پدری من یک اهل دین بود، مولای دهه بود، انسانی بسیار باسواد و با تقوا بود. البته بسیار باسواد گفتن در همون مقیاسی دهه‌مون میگم، اما هیچگاه پدر و مادرم و هیچ نفر از خانواده ما به من نگفته است که کمسمول نشو یا این کارو نکن. برعکس برادرانم کمسمول بودن، اعضای کمسمول بودن. از من کلانتر هر کسی که بود اعضای کمسمول بود. هر دو برادرم و هر دو خواهر کلانم. اگر پدر و مادرم منع میکردن، اونها رو منع میکردن. این تصمیم شخصی خودم بود و این اولین تصمیم سیاسی من بود. حالا در اون سالها فکر میکنم برای کمسمول شدن شاید 13 یا 14 ساله باشد دادم. من حالا یادم نیست. یعنی میتوان گفت که اولین قدمی من به سیاست و اون هم در زمان شوروی و اون هم ضد اعتقادات و سیاست یک حکومت کلان. و باید بگم که وقتی من در خدمت عسکری بودم سالهای شوروی، خب حالا نگویم که از همه سرباز فعال و نمیدونم همه طرفه بودم، اما وقتی که کمسارگ بتالیون از خدمت جواب شد رفت، یعنی دیمبل شد با اصطلاح همون روزه،
او خودش از من نپرسیده، وقتی که از او کماندیر دیویزیا پرسیده است که کی را توصیه میکنی با جای خودت کمسارگ بتالون، نام ما را گرفته است، گفته است که فلانی، من فلانی را از بین همون حالا شاید 200 300 نفر بود در بتالون ما، پیشنهاد کرده است که فلانی از همه ملت‌های روس و اوکراینس و مالدوان و تاجیک و ازبک ما را پیشنهاد کرده است و حتی از من هم نپرسیدن که من کمسامول هستم یا نیستم. من کمسامول نبوده کمسارگ بتالونم بودم یک وقت، چون وقتی که بعد فهمیدم که الکی ما را در کمسارگ تعیین کردن، با کماندیر بتالون گفتم که من اعضای کمسامول نیستم. گفت چی خیال؟ گفتم همین خیال. گفت امکان ندارد که یک جوان شوروی اعضای کمسامول نباشه. گفتم من نیستم. گفت تمام شد، الکی تو رو تعیین کردن، فرمان کماندیر دیویزیا بر آمده است و این حرف رو به هیچ کسی دیگر نگو، این سر بین هر دوی ما، و همین طور به هیچ کس نگفت. یعنی این اقدام سیاسی من بود. اما به سیاست تاجیکستان چگونه وارد شدید؟ خب به سیاست تاجیکستان مستقیما وقتی که از ارتش برگشتم و احساس کردم که برادرم داملا آکاشا و یزنم داملا عبدالملک یعنی در کدام محفل سیاسی عضو هستند، رفتار آنها، گفتار آنها از داملاهای تقلیدی فرق میکند و اونا هم با ما رو با محفل درسی استاد همتزاده دعوت کردند، چون من وقت در تازه از خدمت عسکری آمده بودم، هنوز دانشگاه شامل نشده بودم و من بار اول وقتی که با استاد همتزاده، البته این را بگم که با استاد همتزاده من در سالهای در تکنیکوم استاتستیکی شهر وحدت تحصیل کردن شناس بودم، اما اون درس ها رو همچون درس های دینی میدونستم. هیچ صحبت اون وقتا یعنی تقریبا درباره یگان حزب سیاسی نمی رفت، یعنی حداقل در حضور من نبود این چیز. اما بعد سال 1986 من الکی میتوان گفت که شامل اون حلقه سیاسی که هم برادرم هم یزدم در نزد استاد همتزاده بود شامل درس‌های سیاسی شدم و از اون وقت دیگر این میتوان گفت که فعالیت سیاسی من اون وقت شروع شد. اما با استاد نوری بعدا در وقت دانشگاه ملی بودن شناس شدم، سالهای شاید حالا یادم نیست 90 89 90 91 و ما یک حلقه جوانان سیاسی را داشتیم. استاد نوری را دعوت میکردیم، می آمد پنهانی شبانگاه ها تا نماز بامداد با ما صحبت های سیاسی داشت. یادم از یک ژگولی سفید داشت و گاه گاه ایشان را یکی از بزرگواران خدا عمرش دراز کند می آورد از شهر قربان تپه و نماز بامداد را که می خواندیم باز ایشان پنهانی در همون تاریکی شب، یعنی قبل از دمیدن صبح بیرون میشد از اون منزل و جایی که ما این صحبت ها رو میکرد میرفتیم. ما چند ساعت دیگر خواب میرفتیم و بعد میرفتیم درسی دانشگاه. یعنی این به واسطه آغاز، این هم در زمان شوروی بود و آغاز فعالیت های سیاسی ما و شناسایی ما با استاد نوری بود. تشکر استاد. شما را بجز اینکه سیاستمدار باشید در تاجیکستان همچون یک تاجر موفق هم میشناسند و سوال هم همین است که اولین کپیتال تجاری شما از کجا به دست آمد و چگونه شما یک فرزند دهقان به یک تاجر موفق میلیونر تبدیل شدید؟ خیلی سوال خوب. من شاید به این سوال 10 بارم جواب داده باشم، اما به خاطر احترام این برادر یا خواهر سوال دهنده، اولین کپیتال خود را و انسانی که همون میگن، عربا میگن شم یعنی چوتیا، همون چوتیای تجارتی هم را، اولین پولی که خودم کار کردم شاید صنف 6 یا 7 میخواندم که از فیض آباد بعد از نصف روزی بعد از درس دلانه جمع آوری میکردم. مادرم رحمتی اون دلانه ها رو حمل میکردن. من و برادر بزرگم سفرعلی خدا عمرش دراز کند الان در تاجیکستان هست، ما میبردیم در بازار شهر وحدت میفروختیم و تا بیگاه برمیگشتیم و یعنی شاید از تمام اون 1-2 سطل دلانه حمل شده من شاید 5-6 روبل روسی یا گاه 10 روبل روسی کار میکردم که این مهنت حلال خودم از صحرا با کمک مادرم میفروختم و اولین کپیتال خود را در سالهای یعنی صاحب پول شده بودم و پول شخصی خودم
و اینم در یادم هست که با پول شخصی هم در همون صنف 6 یا 7 بودنم اولین چیزی که خریدم یادم هست برای دادرچه نوزادم که نو تولد شده بود یک کورتچه خریدم و برای خودم یک کتابدان و یک وشلکه و همون لباس آویزه که 4 تا چی داشت جای لباس آویز کنی داشت در خانه من ماندم که بالاش کتاب ها را ماندم و در پایینش لباس ها آویزم و اولین خریدم با پول خودم در یادم هست که در همون سال بود. یعنی حالا پول کار کردنم این تاریخش. اما میلیون ها از کجا؟ خب در مسکو تجارت را وقتی که شروع کردیم با برادری عزیز و دوستی عزیزم زید که خب واقعا یک تاجر موفقی، یعنی چند برابر بیشتر از من میلیون داشت، اگر امیدوارم که هنوزم داشته باشد به فرزندانش نصیب کند که میترسم حکومت همش را همون طوری که میلیون های ما را مصادره کرد از ایشان هم شاید که همش رو مصادره کرده باشد. ما شرکت تجارتی باز کردیم، چند مدت همراه کار میکردیم، یعنی یک جایه. بعد ما جدا شدیم، من رفتم هم به سمت علم و تجارت، هم اکادمی دیپلماتی وارد شدم و در پهلویش تجارت هم را دیگران پیش میبردن و هیچ فعالیت سیاسی اون وقت نداشتم. اما بعد از دوشنبه آمدم در اولین اکسیون های اصول گالندی که در تاجیکستان کمیته اموال تاجیکستان برگزار میکرد، شاید 3 یا 4 سال این فروش اموال دولتی رو با متد گالندی پیش بردن، بعد به متد انگلیسی گذاشتن و من در اون اکسیون ها شرکت میکردم با مبلغ 50 100 200 دلار و بالاترین مبلغی که من با اون اکسیای دولتی رو از حکومت فروختم این مبلغ یادم هست که 28000 سامانی بود که اون وقت شاید حدود 7-8 هزار دلار میشد. اما من در مدت 3-4 سال بعدی این اکسیایی که خریده بودم با نرخ‌های کمتر، اینها یک بار بالا رفتن، در بازار آزاد اونها را در فروش گذاشتم و اولین میلیون های خود را من از طریق فروش اکسیاها و اموالی که از دولت خریده بودم جمع آوری کردم و بعدا اونها را در مبلغ‌ها را در تجارت‌های ساختمان و راهسازی و شرکت‌های ماشین گذاشتم. یعنی ببینید من وقتی که میلیونر بودم در سیاست هنوز نه معاون رئیس حزب بودم، نه رئیس حزب بودم، نه وکیل پارلمان بودم و بنابر همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان تا امروز هیچ دلیل علیه من پیدا کرده نتوانست که من یگان تین را غیر قانونی به دست آورده باشم. و وقتی که وارد پارلمان شدم هنوز رئیس حزب نبودم. بعضی‌ها شاید فکر کنند که من میلیون‌های خود را بعد پارلمان عضو پارلمان شدن یا رئیس حزب شدن از نمیدونم کاروچ یا مقام دولتی استفاده کرده به دست آورده باشم. وقتی که من وارد پارلمان شدم طبق قانون باید هر یک وکیل، حتی هر یک نامزد به وکیلی دکلراسیون پر کند که چه اموال دارد. من تمام اموال خود را دکلراسیون کردم. رئیس پارلمان خیرالله مرا دعوت کرد، گفت که رحمان سپارش داده است که یک کمیسیون تشکیل کردن اموال ما را بسنجند که چخیل کبیری از همه بالاتر دپوتات پارلمان تاجیکستان بوده است. من گفتم من ندزدیدم که پنهان کنم. خیرالله گفت که گوش کن، خودت از همه بالاتر دپوتات نیستی، در اینجا چندین وزیرها هستند، سابق وزیر نقلیات، سابق وزیر معارف، سابق سروزیر، سابق رئیس شرکت ها، اینا 10 برابر خودت پول دارن. چرا اینها نشان ندادن در دکلراسیون؟ چرا اینا نوشتن که یک ژیگولی کونه دارد و یک خانه کوارتیره 2 حجرگی؟ من گفتم من برای چی پنهان کنم؟ مگر من دزدیدم؟ از کسی پاره گرفتم؟ من تمام تجارتم شفاف است. از روز اول تجارت کردگی با کدام پول خریدم، با چند پول فروختم، با کی فروختم، از کی خریدم. من از روزی که وارد پارلمان شدم، رئیس حزب شدم، تجارت رو بس کردم، اون را همه وکالت را در اساس وکالتنامه نتر سپردم به دیگر افراد، نامنویس کردم سپردم، به سیاست مشغول شدم. بنابر همین تاریخ میلیونر شدن و تاجر بودن من همین است. اتفاقا هنوز هم من کوشش میکنم، فرق ندارد که در کجاست، انسان باید از لحاظ مالی مستقل باشد. هنوزم تلاش کرده ایستادم که از لحاظ مالی وابسته نه یگان سازمان، نه یگان کشور خارجی، نه یگان گرند باشم و خودم را حداقل خودم را تامین کرده توانم. اگر توانم حزبم را، گروهم را تامین کرده چقدر توانستم کردم، اگر نتوانم حداقل خودم را تامین کنم
وابسته دیگران نباشم. من این رو عیب نمیدونم. عیب یک چیز است که شما پول را دزدیده باشید، غارت کرده باشید، مال حرام یک کسی دیگر رو خورده باشید. امام اعظم صاحب مذهب بود. در صحبت قبلی از امام اعظم یاد کردیم. امام اعظم یکی از بایترین و یکی از تاجران موفق زمان خودشان بودند و خانه‌اش رو امام اعظم در سر راه ساخته بود. برای چی؟ از او پرسیدن که چرا خانه‌ات رو در سر راه ساختی و خانه خیلی با حشمت؟ گفت که برای آن می‌سازم که مردم بینن که من پول دارم، اگر یک نیازمند محتاج نیاز داشته باشد شرم نکرده به خانه من درآید، اگر توانستم کمکش کنم. اما استاد اینجا یک سوال دیگر نزدیک به همین سوال هست که وقتی که شما عضو پارلمان بودید، در پارلمان فعالیت میکردید، یعنی وکیل پارلمان بودید و همزمان رئیس حزب بودید، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک سیاست صبر پیشه کرده بود و بسیاری ها بر اینند که سیاست صبر در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در پارلمان بودن شما این وسیله حفظ مالکیت و بیزنس شما بود و همین است که شما مردم را به صبر دعوت میکردید و به آرامی دعوت میکردید و به همه گونه فشار و تضییق هایی که میشد، یعنی برادر شوکت جان و اون برادرانی که سوال را میکنند، سیاست صبر من ادامه سیاست صبر استاد مرحوم سید عبدالله نوری بود. استاد نوری وقتی که جانشینش را حبس کردن، خودش هم زنده بود، رئیس حزب بود، یک طرف صلح بود، هم مجاهدین و مسلحانش در اختیارش بود. سیاست صبر رو پیشه کرد. گفت که نه، ما به خاطر یک نفر و به خاطر مثلا بعض مسائل اختلافی و به خاطر اموال و زندانی شدن باید که صلح را از بین نبریم. از آن را وقتی که من کردم این حکومت در وقت رئیسی استاد سید عبدالله نوری بود. استاد نوری از سیاست صبر پیشه کردن. اگر من به خاطر حتی استاد نوری یادم هست بسیاری حتی همین صحبت استاد نوری را تفسیر غلط میکنن. استاد نوری حتی تا اون درجه به صبر دعوت میکرد، میگفت که ما باید دعوای حاکمیت نکنیم. تا اگر 100 همتزاده تربیت نکنیم، بله، باید که ما دعوای حاکمیت نکنیم. یعنی 100 همتزاده تربیت کردن اصلا امکان ندارد. یعنی اگر ما همین جمله استاد نوری را تفسیر عینی کنیم، یعنی نطق عینا نقل شده، پس یعنی هیچ وقت باید دعوای سیاست نکنیم، دعوای حاکمیت نکنیم. برای اینکه دو دانه استاد همتزاده هم تربیت کرده نمیشود، هیچ کس نمیتونه تربیت کردن. یعنی تا این درجه دعوت استاد به صبر بود. اما اگر من به خاطر مالکیت، به خاطر مقام و منصبم در پارلمان به صبر دعوت میکردم، امیرشاه میرعلیوف معاون رئیس پارلمان نزد مرا دعوت کرد. سال 2013 بود یا 2014 دعوت کرد. گفت که محیدین، من شنیدم که در ناحیه ترسونزاده یک بازار داشته ای و بازارت را حکومت گرفته ایستاده است. گفتم بله. بازار در استادیوم بود است. بله. گفتم استادیوم کلان سابق ترسونزاده از طرف یک نفر در وقتش حکومت فروخته است، خریداری شده است، او بازار کرده است، بازار رو به من فروخت. خب گفت که من یک پیشنهاد میکنم. البته امیرشاه میرعلیوف معاون رئیس پارلمان، سابق رئیس دستگاه پرزیدنت و سابق رئیس حکومت ناحیه دنغرک امام علی رحمان به اصطلاح تابع او بود و امام علی رحمان او را استاد خود میدانست، بیهوده از پیش خودش به مشورت امام علی رحمان این حرف رو به من هیچ وقت نمیگفت. و من پیشنهاد کرد. گفت که محیدین، یک راه هست، اگر میخوای که بازارت رو نگیرد، یک نامه کوتاه دو سه جمله یک التماس از امام علی رحمان کن که همین بازار رو نگیرد، من این رو میبرم و کارت حل میشه. من گفتم که من این کار رو نخواهم کرد. گفت برای چی؟ گفتم ببین، گفتم امام علی رحمان حکومت مالکیت حزب را گرفته ایستاده است. همون شب روز در ناحیه پنجکن بینای حزب را خراب میکردن، میگرفتن. دقیق در یادم هست. همین را گفتم که در ناحیه پنجکن گرفته ایستاده است، در فلان در شهر خوجند بالای حزب فشار آورده ایستاده است. من با کدام آب و رو و چهرم امروز از رحمان خواهش میکنم که بازاری مرا نگیرد. من میگویم که مال هیچ کس را نگیرد، از اون جمله مال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را نگیرد، فشار بالای ملا و دین اینا نورد.
من برای بازار شخصی خودم از امام علی رحمان هیچ چیزی رو طلب نمیکنم. اگر واقعا میخوایی که خدمت کنی با ما و این کار نیک رو انجام بدهی، بدون کدام مکتوب همین حرف رو به امام علی رحمان رسان که من طلب کرده ایستادم، خواهش کرده ایستادم که فشار رو از بالای حزب و مردم و دین و مسجد بردارد، از آن جمله از بالای مالکیت شخصی من هم. اما اگر من مکتوب می نویسم، به یک شرط می نویسم، تمام این مشکلات رو می نویسم و اون رو بعد به امام علی رحمان همش رو یک جهتی آماده باشی من می نویسم اگر بردن خواهی. گفت نه، من فقط درباره بازار خودم. گفتم نه، من این کار رو هیچگاه نخواهم کرد و نکردم. خب پس چگونه من شانس داشتم که بازارم رو، مالکیتم رو نجات بدهم، اما فشار بالای حزب دوام پیدا کند، بالای دین فشار ادامه داشته باشد، ولی من این کار رو نکردم. پس چگونه می توانند مرا متهم به آن کنند که من سیاست صبرم به خاطر حفظ مالکیتم بوده است؟ این رو هم گفتم و باز تکرار میکنم. حتی بعد از انتخابات 2015، 2 روز بعد از انتخابات، دقیقاً به یادم هست، 2 روز بعد از انتخابات امام علی رحمان هیئت فرستاد از کمیته امنیت، از مقامات دیگر به نزد من با هدیه آمدن. حتی منزلی نو کشیده بودم با نمیدونم یک ماشین هدیه که همش رو به همسایگان تقسیم کردم. حتی یک دانه هم اجازه ندادم که خانواده‌ام از آن استفاده کنن. و پیشنهاد وزارت کردند، پیشنهاد حفظ مالکیت کردند، پیشنهاد منصب کردند، فقط با یک شرط: من خودم باید حزب را اعلان کنم که حزب بسته می شود. اگر من خودم حزب را بندم، تمام مالکیتم، تمام منصبم، حتی منصب بالاتر از اون خواهم گرفت. خب من این کار رو نکردم و من باوری دارم هر کسی در جای من می بود این کار رو نمیکرد. سید عمر حسینی این کار رو نمیکرد، محمد علی حید نمیکرد، تمام استاد نوری نمیکرد، استاد همت‌زاده نمیکرد، هیچ کس این کار رو نمیکرد. یعنی این یگان قهرمانی نیست، این یک انجام مسئولیت دینی، مسئولیت سیاسی، مسئولیت انسانی است. حالا استاد، همون بازاری که اشاره اش رفت، وقتی که از دستتون کشیده میگرفتند چقدر ارزش داشت؟ خب یه 3 سوال درباره همین بازار هست، به 2 تاش علاقه شما جواب گفتید، فقط همین است. بازار در وقتی که با فروش میرفت، وزارت عدلیه، وقتی که همین وزارت عدلیه تاجیکستان هم منصبدارانی که در اونجا کار میکنن، باور کنید بعضیش افراد قانون هستن، قانون رو خوب میدونن. وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان در سطح حکومت قرار برآورد که بازار شهر ترسونزاده از نو استادیوم کرده شود، از نو ورزشگاه کرده شود، یعنی قرار حکومت همین است. با همین بهانه بازار را خواستن که رسما از من بگیرن و وزارت عدلیه کمیسیه تشکیل کرد. مرا دعوت کردن، کمیسیه تشکیل کرد. اتفاقا ادوکات من بزرگمهر یاروف بود. ما یک جای رفتیم، یعنی بزرگمهر رو وکالت دادم، ایشون رفت و وزارت عدلیه کمیسیه داشته است، کمیسیه تشخیصی ارزش مال و ملک. بله. و اون کمیسیه رفتن بازار رو بهاگذاری کردن و تمام این نوآوری‌هایی که بعداً ما کردیم، یادتون باشد بازار کاروان سوخته بود، یک آتش شد و حکومت قرار برآورد که بازارها تعمیر کرده شوند و راه باز کرده شود برای گذشتن ماشین‌های سوختار خاموش کنی. باور کنید بازار شهر ترسونزاده را ما با چندین برابر مبلغ صرف کردیم که تبدیل به یک بازار زمانه‌ای شود که به بین هر رسته ماشینی سوختار خاموش کنی می‌گذشت، یعنی دیگر رسته‌های تنگ نداشت. و اینا وقتی اون تعمیر اونها را همه را دیدن، یک ارزش را با حساب کردن اون خراجاتایی که در اونجا شده است و مال و ملک و اون چوب و تخته‌ای که خرج شده است، یک نرخ خیلی بالا موندن. یادم نیست با سامانی چقدر بود، ارزش نزدیک 3 میلیون دلار. بعد اینا به خبر از آن که حکومت این بازار را از من به پول گرفتنی است، چون قبلا 1 سال پیش از این یکی از افراد اعضای خانواده به من پیشنهاد کرد که همین بازار رو 2 میلیون به آنها بفروشم. من نفروختم. بعد وقتی که فشارها $2 میلیون، یعنی بله $2 میلیون، $2 میلیون، بله. بعد من نفروختم و بعد 1 سال این فشارها رو آغاز کردند و خواستم بازار رو به پول بگیرن. من دیدم که خب شاید میگیرن از من
با نفر فرستادم با همون آدمی که پیشنهاد کرده بود از اعضای خانواده. گفتم که حالا میتوانیم سودا را از نو آغاز کنیم. با یک خنده جواب داده است که وقتی که 2 میلیون پیشنهاد کردیم ندادی، اکنون به پول میگیریم. یعنی با همین مضمون. و بعدا وقتی کمیسیون این رو نرخ کرد، من راضی شدم. گفتم خیلی خوب، و من این مبلغی که وزارت عدلیه گفته است، خود مقام دولتی نرخ‌گذاری کرده است، با من بدید بگیرید، ورزشگاه میسازید، کار خودتون. بعد دیدن که نمیشه، نه باید با کبیر هیچ مبلغ ندین، کبیر رو باید جزا بدین به خاطر موقع‌های سیاسیش. و این رو از دوباره قرار حکومت در جای خودش مون. حکومت شهر ترسونزاده به سود مراجعت کرد و با قرار سود ناحیه ترسونزاده این بازار را گرفتن بدون آنکه یک تین هم به ما بدهند، حتی یک تین ندادن. و در قرار سود گفته شده است که در جای همین، هم در قرار سود و هم در قرار حکومت، در جای این بازار باید که ورزشگاه از نو بنا کرده شود. تا امروز شاید اکنون 11-12 سال میگذرد، بازار کار کرده ایستاده است، ورزشگاه نساختن، درآمدش رو خودشون میگیرن. و از همه بدتر ببینید که من پیشنهاد کردم همون وقت، گفتم که به من یک زمین جدا کنید، من خودم از پول شخصی خودم برای شهر ترسونزاده استادیوم میسازم. اگرچه در شهر ترسونزاده یک ورزشگاه خیلی کلان عمل کرده ایستاده است، گفتم اگر واقعا ورزشگاه نرسد به شهر ترسونزاده، من از پول خودم میسازم. این در پیشنهاد رسمی ما در سود شهر ترسونزاده هست. یا اینکه گفتم همین به من زمین جدا کنید، من برای خودم یک بازار نو بسازم. هر دو پیشنهاد برای من قابل قبول است. زمین جدا کنید، این رو بگیرید، به من یگان تین ندهید، من یک بازار نو برای خودم میسازم، برای که این کارگران، این افراد باید جای کارشون رو از دست ندهند. یا بازار میستد، من برای شهر ترسونزاده یک استادیوم نو میسازم. چون مقصد آنها جزا دادن من بود، گرفتن مالکیت من بود، نه پیشنهادهای ما رو قبول کردن، نه قرار حکومت رو عملی کردن، نه قرار سود رو عملی کردن. تا امروز بازار کار کرده است. بسیار خوب استاد، اینجا در همین بالای بازار چند سوال هست. اکثر دیگر از تجارت و سیاست بگذاریم. بالاخره الان من سیاست بگذاریم. بله حتما به سوال های سیاسی باید گذشت. سوال این است استاد، شما در زمانی که رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به عهده گرفتید، همگی 41 ساله بودید و در آن روزها گفته میشد که شما بعد یعنی فوت استاد مرحوم سید عبدالله نوری به رهبریت آمدید و در آن وقت، یعنی در وقت زنده بودن استاد نوری، توصیه استاد نوری به رهبر شدن شما بوده است. و در اینجا سوال چنین است، یعنی رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مؤسس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به شما یک جوان 41 ساله باور کرده بوده است و حالا شما دوام 18 سال فعالیت خود به این سوال جواب میگفتید که چند کادر روی کار آوردید که میتوان بعد شما دوام فعالیت سیاسی را باور کرد؟ واقعا استاد مرحوم خدا جاشون جنت کند به من این امکانیت و شانس را دادن و فکر میکنم تنها به من نه، به همه برابر این شانس و امکانیت را دادن که بسبزن، رشد کنند و تبدیل به یک شخصیت سیاسی شوند، از آن جمله برسند به مقام رهبر حزب. و خود ایشان درست است که اشاره های کردن، مردم، برادران، خواهران در حزب احساس میکردن که استاد نوری گاه گاه مستقیما هم نباشد، غیر مستقیم به مردم میفهماندن که رهبر آینده حزب کی باشد. همون طوری که پیامبر اکرم صلوات الله علیه هیچگاه به طور آشکار و واضح دقیقاً در حضور همه نگفتند که کی بعد یا باید خلیفه باشد، اما در احادیث ما داریم، در روایت ها داریم، در عمل های، در سنت عملی پیامبر اکرم داریم که چندین بارها اشاره های به این یا نفر کردند. و البته اختلاف نظرها خیلی زیاد است. بعضا ما اهل سنت و جماعت به این اعتقاد هستیم که
اشاره‌های بیشتری پیامبر اکرم به حضرت ابوبکر بود و اهل برادران شیعه به این نظرن که نه به حضرت علی بود. حالا این بحث اختلافی رو کنار بگذاریم. منظورم این است که سنت پیامبری این است که اگر جایی که مستقیما گفته نمیشد با عملها کارهای غیر مستقیم این نشان داده میشد که استاد مرحوم این رو داشتن. اما برگردیم به قسمت دوم سوال. ببینید یک چیزی هست که شما شانس میدید، امکانیت میدید به افراد که اونها بسبزن. طرف دیگری مسئله این است که اون افراد خودشون از این شانس و امکانیت چگونه استفاده میبرند. شما اگر دلخواه انسان رو اگر خودشون تلاش نکند، زحمت نکشد، اون ویژگی ها رو نداشته باشد، اگر بیارید در یک مسئولیت مانید بگید که این آینده رهبر می شود، از اون رهبر نمی برآید مگر اینکه اون نفر خودش اون ویژگی رو داشته باشد. چه بسا پرزیدنت ها هستند، رهبران هستند که فرزندان خودشون رو میخواهند که جایگزین خودشون ببینن، ادامه دهنده روی خودشون ببینن، اما فقط فرزند یک نفر بودن، شاگرد یک نفر بودن کافی نیست. حتی بعضی ها رو مثلا در این تاجیکستان خودمون بینید، امام علی رحمان فرزندان خودش رو شخص دوم و سوم و چهارم دولت کرده است، اما چون اون ویژگی در او که نباشد خب کمکش نمیکنه. شما یک نفر دوم و سوم مونید، حتی خودش دیگه جرأت ندارد، الان میترسد که همون نفرانی رو که آینده رهبر ماندنی است حکومت رو با اون تسلیم کند، بسپارد. میترسد. برای چی؟ برای اینکه یعنی اگر احساس میکنن، میشناسد که فرزندش چقدر لیاقت و تجربه و علم و دانش دارد. من در این مدت چیکار کردم؟ من در وقتی که در دوشنبه بودم 10 نفر رو انتخاب کردم. 10 نفر رو همچون کادرهای آینده‌ای که باید رهبری حزب شوند. من حتی میتوانم نام به نام اینها رو بگیرم، یک قسمشون در زندان هستند. من چند نفر رو آوردن، جوان بودن، مثلا محمد کریم آرزو همسال من است، خیلی جوان بود، آوردم ایشان رو معاون رئیس حزب کردم. به خاطر چی؟ به خاطر که ایشان بسبزد، رشد کند و شاید که رئیس حزب شود. استاد محمد علی حیید، سید عمر حسینی که خودش دیگر یک شخصیت بود، ولی استاد حیید رو من آوردم معاون رئیس حزب کردم. عبدالقاهر دولت، قیام الدین عزیز، بابا جان، قیام الدین عوض، قیام الدین عزیز رئیس حزب سوسیال دموکرات است، قیام الدین عوض و محمد جان نوری، چندین نفرها را یک باره، چون سن سال جوان داشتن، اینها کادرهای خیلی هم نابسته از جوانیشان الکی در آنها این ویژگی رهبریت، مدیریت دیده میشد. ببینید قبل از رهبری انسان باید ویژگی مدیریت داشته باشد، چون بعضی کسانی هستند که مدیری خوبن اما رهبری خوب نمیتونن شده. بعضی کسانی که رهبری خوبن، چهره کاریزماتیک هستند اما مدیری خوب نیستند. در زمان امروزه در یک حزب سیاسی انسان باید هر دو را داشته باشد، هم ویژگی‌های مدیریت را داشته باشد، هم رهبریت را، چون اون مثل سالهای قبلی نیست که یک رهبری کاریزماتیک بتواند بدون مدیریت خوب حزب را مدیریت کند. و من این 10 نفر رو انتخاب کردم، با مقام‌های گوناگون حزبی آوردم تا اینکه در دوام 5-6 سال اینها تربیت شوند. خب حکومت چیکار کرد؟ خب اینها رو بر زندانی کرد، حزب رو هم بست و یک قسم کمی به توانستن که خود را به خارج برسانند و در شرایط هجرت، همون طوری که ببینید وقتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به افغانستان هجرت کرد، تمام کادرهایی که در زمان شوروی قبل از هجرت در داخل حزب جایگاه داشتن یک بار همه افتادن، یک بار همه رفتن به صف دوم سوم، مگر اینکه چند نفر باقی ماندن. برای مثال استاد همتزاده و چند نفر دیگر، اما جای آنها را افراد جدید گرفت. مثلا در مبارزه بعد از هجرت، مثلا میرزا ضیاء در کجای حزب یا مبارزه سیاسی قبل از هجرت بود؟ حتی رضوان، حتی دیگر قماندان ها، استاد سیف الله زاده، حتی استاد محمد علی حیید هم تا اون وقت اعضای رستاخیز بود. اما هجرت یک باره این افراد را آورد بالای صحنه، در چارچوب حزب به یک جایگاه معین رساند. برای چی؟ برای اینکه دوران هجرت، دوران جهاد، دوران مبارزه
طلبات‌های خود را دارد، کاملا فرق میکند از یک دوره آرامش. بعضی افراد هستند که در زمان آرامش مدیری خوب هستند، به یک موفقیت میرسند، اما در کمترین چالش اونها دیگر کارناشایان میشوند. بعضی کسان دیگر طبیعتا افراد زمان چالش و مبارزه و بحران هستند. ما الان در حزب در یک حالت بحران و چالش هستیم. هجرت، دور از وطن، ممنوعیت. خب در این زمان افراد را میخواد که افراد زمان چالش هستند. کسانی که عادت کرده بودند با کرسی و با کامپیوتر و با نمیدونم میکروفون، در این زمان به درد نمیخورند. یک نفرانی باید باشه در اینجا در صحنه که در پهلوی من دیگر از تنقید کبیری نترسد، از تنقید اطراف نترسد، از دشواری ها نترسد، از بیپولی نترسد، بگوید که من مبارزم، من در پهلویت میستم، حتی نه تنها در پهلویت میستم، از دستت رئیسی رو میگیرم. من از دستت رئیسی رو میگیرم. من عاشق این گونه افراد هستم، من محتاج به این گونه افراد هستم. اما اگر کسی فکر کند که در همین شب و روز بحرانی مبارزه، مقاومت، کسی را بالای دست در بالای نمیدونم میبخشد تریلکه میارم بالا و با او مقام منصب حزبی را هدیه میکنن، نه فراموش کنند. یگان کس اشاره کرده شده است یا نه که از دستتان رئیس رو میگیرن؟ من با تاسف میگم که احساس میکنم که در بعضی ها این جسارت و شجاعت و این آمادگی هست و این گونه افراد را باید کمک کرد، باید بالا برد. اما در اکثریت این چیز نیست متاسفانه. در برخی دیگر دعوا هست، خواهش هست، اما بدون تلاش. میخواهند که اونها را به خاطر حالا زحمت‌های گذشتهشان. ما باید مسئولیت حزب را به کسانی بدیم که برای آینده رو فکر کنیم. در گذشته هم ما یک کار داشتیم، یک مسئولیت داشتیم، امروز هم یک مسئولیت‌های داریم. امروز نیاز به کسانی داریم، نه تنها حزب را بلکه پیمان را هم، بلکه اصلا همین مدیریت مبارزه را باید به کسانی داد که ما 5 سال 10 سال آینده رو فکر کنیم. خب بله، احترام هممون بجا، ما کسانی که در گذشته یک جایگاه داشتیم و خدمت کردیم، اما من نیاز دارم، من در جستجو و سراغ نفرانی هستم که تشنه مبارزه، تشنه همین مقام به خاطر خدمت باشم. من این گونه افراد را الحمدلله دیده ایستادم، داریم، به اینها باید این جایگاه را داد، باید کمک کرد. ولی 80% 90% مسئله وابسته به خود افراد است. از ما، از رهبری عمل کننده 5-10% هست که باید راه را باز کند و مانع رشد این افراد نشود. بسیار خوب. سوال دیگر، استاد ایشون سراج الدین رو میشناسید؟ بسیار یک دومولای چی بود، سخنهای هنگاموی میگفت و البته درباره شما هم سخن نگفته نمانده است. یک بار زندان شد، حالا دویم باره زندان رفته است. در بین همین از زندان برآمده و زندان باز دوباره زندان شدنش چند اظهارات خود داده بود و در یکی از اظهاراتش و صحبتش گفته بود که انیقترش در ماه فوریه سال 2015 گفت که محی الدین کبیری پنهانی با ساختارهای دولتی همکاری دارد، از روی نقشه آنها عمل میکند و همین گپ فقط گپی ایشون سراج الدین نشد. بعد از ایشون سراج الدین هم چندین نفران این گپ رو تکرار کردن، گفتن که این بسیار با برنامه امام علی رحمان کار میکند، از روی نقشه فرموده اون کار میکند و همین گپ از زبان چند کس سر زد. به این شما چی واکنش دارید؟ ما یک دوران کودکی بود، یک افسانه بود، یک قصه رو میخوندیم. یک نفر با نام شیرک در تاریخ خلق تاجیک است که و فکرم در جنگ یونانی ها و فارس ها بود، این تاریخ است. ارمنی ها میگن که اون شیرک ارمنی بود و ما ایرانی تبارها میگیم ایرانی بود که خودش رو به خاطر دشمن رو مغلوب کردن، یعنی گوش و بینی خود رو میبرد و در یک جا میپرتاید، بعد میگوید که مرا هموطنانم این کار رو کردند و به باوری دشمن میدارد و دشمن رو میبرد در یک بنبست
میرساند که در اونجا بعد هموطنانش پیروز میشن. خب من اکنون از روی این گفتین دوستان اونقدر شیرک بودم، همون قهرمان افسانوی ما تاجیکان بودن که به خاطر آن که سپارش امام رحمان را انجام بدهم هم حزبم رو میبستم، برادرانم زندانی میکردم، مالکیت خودم رو مصادره میکردم، خودم رو از وطن محروم میکردم. اینقدر تحقیر و فشار علیه خودم و خویش و توارم متحمل میشدم که حتی آماده بودن نبیره من رو بکشند و برای توابت به خارج نمانند و خودم را حکمی ابد حکم کردند، فرزندانم همون خیل. یعنی من همون شعره که به خاطر چی، یعنی خب اگر به خاطر یک دین ملت هم باشد میلش این کارها را کنم، به خاطر اجرایش سپارش امام علی رحمان من همین قدر کار رو میکردم. این گونه حرفا نه در میگن آستین میگنجد و نه در دامن، یا به یک شکل دیگر بود این گپ. همین حرفا همیشه بود. ببینید من چرا پنهانی با حکومت همکاری میکردم؟ من شهروندی تاجیکستانم، با حکومتم، با حکومت کشورم در گذشته در چارچوب منفعت‌های ملی همکاری میکردم و امروز هم لازم شود با حکومت برای منفعت ملت و دولتم و دینم و مردمم همکاری خواهم کرد. آشکار، چرا پنهان کنم؟ اما در گذشته هم در حاضرم در آن مسئله هایی که برخلاف ارزش های ملی، دینی و خلاف قانون و منفعت های مردمم باشد، نه در گذشته همکاری میکردم، نه امروز همکاری میکنم و نه در آینده خواهم کرد. خب از این واضحتر چی میشد؟ من رئیس حزب قانونی کشور بودم، وکیل پارلمان بودم، تجارت میکردم، در دانشگاه درس میدادم. خب در جایی که به منفعت ملت و دولت هم باشد، به منفعت حزب هم باشد، چرا همکاری نکنم؟ حتما همکاری میکردم و وظیفه‌دار بودم که بکنم و باید میکردم و هر کس باید این کار کنه. اما در آن جایی که بر منفعت ملت هم نیست، دینم نیست، کشورم نیست، خب حزبم نیست، خودم نیست، چرا من باید همکاری کنم؟ همکاری نخواهم کرد. حالا هم مثلا یک مسئله پیش بیاید که حالا نمیدونم چی مسئله میتواند باشد. مثلا با تاجیکستان یک کس از بیرون هجوم کند، فقط به خاطر آن که من مخالف امام علی رحمان هستم با حکومت عمل کننده همکاری نکنم در مسئله دفاع از وطنم؟ این چی منطق است؟ من نه اینکه میتوانم همکاری کنم، بلکه 100% همکاری خواهم کرد. شاید که اگر اون روز برسد من تمام مخالفت را کنار میگذارم، اگر ضرور باشد و بیتوانم و امکاناتش باشد میرم در سنگر قرار میگیرم، در جبهه قرار میگیرم. بعدی که اون مسئله تمام شد، مسئله ملی تمام شد، باز من تبدیل میشم به همون مخالف و شروع میکنم باز به تنقید رحمان و نه تنها تنقید رحمان بلکه برای از قدرت دور کردن رحمان من کوشش میکنم. تا امروز که به تاجیکستان یگان خطری تقدیرساز تهدید نمیکند، مثلا هیچ خطر امروز وجود ندارد که میتواند تاجیکستان را از خریطه سیاسی محو سازد. هیچ خطر وجود ندارد. امام علی رحمان هزار افسانه بگوید، میفلاگ فکر کرد برای که امروز خطرهای تقدیرساز برای تاجیکستان است که مثلا طالبان، افغانستان، یک روز ازبکستان خطر بود، دروغ میگفت. معلوم بود که خطر ازبکستان نبود است، خطر خودش اسلام کریموف بود. امروز میگه طالبان و نه، طالبان نیست، خطر خودش است و اون سیاست‌های اشتباهی خودش هست، خطر اونجا است. اما این خطرها هیچ کدامش برای وجود منبعده تاجیکستان همچون یک دولت مستقل برابر خود امام علی رحمان این خطرها خطرناک نیستند. یعنی خود امام علی رحمان، خانواده‌اش، سیاست‌هایش بزرگترین خطر، بزرگترین چالش برای موجودیت جمهوری تاجیکستان است. اگر ما میخواهیم که تاجیکستان را در آینده در خریطه همچون دولت نگه داریم، اولین کاری که میتوانیم کرده باید امام علی رحمان را از قدرت دور کنیم. اما در این بین این کار کرده شده. همین سوال یک کمتر دیگر خیلتر هم هست. نگاه کنید، یک افسر سابق امنیتی به من گفت که
شما پناهنده اروپا هستید؟ بله. این با تشکر به همون رهبرتان محیدین کبیری است. یعنی چی خیل پرسیدم من، گفت که شما همتون عقیده و اندیشه های افراطی و اکستریمیستی و کانسرواتیوی داره و برای همین گونه عقیده و اندیشه های افراطی همین هم حزبانت و عموما همین در تاجیکستان بودگی ها را یک کمتر هموار کردن و جهان بینی شما را برای وسیع کردن با یتیم کبیری مصلحت مشورت کرده است که شما را برای در اروپا تربیت کند. یعنی نهضتی ها به اروپا مهاجر شدند تا اینکه تربیت یابند. این تا کجا واقعیت دارد؟ یک چیز رو که نظریه کنسپیرولوژی میگن، نظریه توطئه. یعنی عقل انسان، فانتزی انسان بعضی که اگر پرواز کند یک خیل نظریه رو فکر کرده میبرارد که دیگر واقعا خیلی جالب هستند. من پیشتر هم گفتم که اگر واقعا من مشورت میکردم، بله من ببینید من با یتیموف حالا چند بار گفتم، چند ساعت شدیم یک به یک صحبت کردیم قبل از برآمدنم یک هفته و یک هفته بعد از انتخابات، یعنی تقریبا حالا شاید 10 مارس بود 9 مارس بود یادم نیست. ما ساعت‌های طولانی این موضوع رو خیلی شیشتیم بحث کردیم و درباره آینده حزب، امروز حزب به یک توافق نرسیدیم. یعنی او پافشاری میکرد که حزب رو بندید، این به فایده خودتان هست، شما نه زندانی میشوید، نه این میشید، نه اون میشوید. اگر ما دست به کار شدیم یعنی دیگر به بستنی حزب اکتفا نخواهیم کرد. خب خودت هم منصب میگیری، مقام میگیری، دپوتات خواهی میشوی فلان بهمدان. من گفتم نه، ما اگر شما، من دردی سری شما هستم، یعنی دردی سری خودت و رحمان و همین هستم، من در انجمن حزب ماه سپتامبر استعفا میروم. نمیخوام که به خاطر من حزب ضربه خورد. اگر شما از نام اسلامی حزب میترسید، خود استاد نوری میخواست نام اسلامی رو تغییر دهد که امام علی رحمان نمان. این را همه اعضای ریاست حزب میدانند. استاد نوری در یک جلسه آشکار ریاست حزب گفت که من دیروز از پیش رحمان آمدم. امام علی رحمان یک وقت پافشاری میکرد که نام حزب رو عوض کنید، ما نمیخواستیم. اکنون گفت من به امام علی رحمان پیشنهاد کردم که وقتی تغییر نام حزب فرا رسید ما آماده هستیم که نام حزب را طبق خواهش شما عوض کنیم. خود استاد گفتن که امام علی رحمان در جواب گفته است که نه داملا، اکنون دیگر همین قدر دستاورد داریم ما در دنیا که میگوییم که در تاجیکستان یک حزب دینی عمل میکند. همین را ما همچون رکلام در خارج استفاده برده ایستادیم، شما همین کار را نکنید. استاد نوری آمد گفت که خب رحمان دیگر نمیخواهد. من در همون جلسه ریاست گفتم که استاد ما نباید به خواهش رحمان کار کنیم که اون میخواهد یا نمیخواهد. اون وقتی که رحمان میگفت که عوض کنید خیلی خوب رفتار کرده شد که رهبریت حزب گفت که نمیکنیم، این کار داخلی حزب است. الان که خود حزب ما میگیم که باید نام حزب رو تغییر کنیم، با ما چی ربط دارد که رحمان میخواهد یا نمیخواهد؟ استاد نوری که خودشون واقعا یک انسان حلیم بودن و همیشه میخواستن با رحمان در همه مسئله ها همدیگر فهمی باشد، به خبر از آن که رحمان در بغل سنگ دارد نسبت حزب، گفت که نه، هر اقدام با مصلحت رحمان باشد بهتر است چون پرزیدنت است، ما نباید در مخالفت با رحمان برویم و نام حزب رو تغییر ندادن دیگر. ولی من گفتم به یتیم که ما نام حزب رو اگر شما، چون خودمون در این قناعت داخلی هستیم، نه فقط به خاطر آن که حکومت این رو میخواد، نه، بعد اونا گفتن که اتفاقا ما میخواهیم که حزب اسلامی رو با همین نامش بندیم و دیگر هیچ حزب اسلامی با نامهای عدالت و وحدت و نمیدونم حتی اگر نام حزبتون رو 7 مراتبه غیر دینی امانت ما دیگر قبول نداریم. خب این بود مصلحت و مشورتی ما. ولی اگر دوستان حالا هر کس فانتزیا کند و بگید که این کدام نقشه بود و ما میخواستیم فقط برای اینکه جهان بینی اعضای حزب را بهتر کنیم به اروپا آوردیم. ببینید ما افراد داریم در همین اروپا، اتفاقا در تاجیکستان خیلی معتدل و آدم خوب بودن، در همین اروپا آمدن در نتیجه این تاثیر اینترنت و این حادثه های دیگر خیلی افراطی شدن. نه تنها افراطی، حتی ضد ما هم شدن. همین افرادی که در داخل تاجیکستان با حزب و رهبریت حزب مناسبت خوب داشتن در اینجا آمدن کاملا به سمت دیگر رفتن. بله یک گروه، یک عده از همکاران ما بعدی به اروپا آمدن، جهان بینیشون تغییر کرد، فهمیدن که برای چی من
در داخل میگفتم که نام حزب را تغییر بدهیم؟ چرا من میگفتم که یک مقدار ما بیشتر سیاسی عمل کنیم، نه همچنین یک تشکیلات دینی؟ بله، این حرفا رو من در داخل میگفتم، اما یعنی قبول آن دشوار بود اون زمان. اینجا آمدن بعد خودشون دیدن، مواجه مشکلات شدن، فهمیدن که ماهیت مسئله چی بوده است، بعد اینا هم تغییر کردن. اما یک ایده دیگر برعکس در اینجا آمدن، حتی من افرادی را میدونم که در اروپا آمدن تکفیری شدن، خیلی راحت چپ و راست همه را کافر اعلان میکنن و در داخل کشور خیلی افراد معتدل، منطقی و در چارچوب سنت و اهل عقیده اهل سنت و جماعت بودن، اما اینجا آمدن کاملا رفتن به سمت داعشی شدن. خب برادر شوکت جان، من فکر میکنم که این گونه نظریه ها وجود دارد، اما افراد جدی این گونه نظریه های کانسپیرولوژی را جدی نمیگیرن. اما خب چیکار کنیم که وجود دارد این گونه نظریه. بله، بسیار خوب. در چند صحبت هایتان شما گفتید که رحمانوف ما رو فریب کرد، ما رو فریب داد، یعنی به فریب رحمانوف ما داده شدیم. اینجا سوال همین است که اگر شما فریب خورده باشید، همین اقرار فریب خوردن مگر شکست نیست؟ اقرار شکست خوردن نیست؟ بله، اقرار شکست خوردن است. من حالا اعتراف میکنم که ما یک شکستی بسیار سنگینی مقطعی خوردیم. مقطعی یعنی در یکی از مرحله ها، و این رو باید اعتراف کنیم. و این یک شکست یگانه نبود، ما چندین شکست ها داشتیم و چندین اشتباه داشتیم. خب یک سیاستمدار، یک حزب سیاسی مسئول باید اعتراف کند به شکست‌هایش و اصلاح کند خود را، تا اینکه خودش و نسل‌های بعدی دیگر این اشتباه را تکرار نکنند. حداقل همین اشتباه را تکرار نکنند. اونا میتونن با اشتباه‌های خود را کنند و داشته باشند. هر کس حق به اشتباه دارد، اگر اشتباه نشود باز بهتر. اما بله، این اشتباه بود و اعتراف باید کنیم. ما شکست خوردیم، ما فریب خوردیم. برای چی فریب خوردیم؟ وقتی که امام علی رحمان درک کرد که در مقابلش یک نیروی ملت دوست است، یک نیروی وطن دوست است، بله یک نیروی اسلامی هست، ولی وطنش را، ملتش را، امنیت وطنش را، آرامش کشور و ملتش را خیلی مهم میداند، این را درک کرد و از همین دروازه وارد فریب ما شد و ما را با همین شعارها فریب کردند. بعضی ها میگویند که نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر مال و اشیا و به خاطر مقام و منصب اینا فریب خورد. من نمیگم که اینها نبودن، یعنی همه ملائک نبودن در اون وقت، بعضی ها بودن که واقعا براشون این چیزا مهم بود. اما رهبریت حزب، بخصوص استاد مرحوم سید عبدالله نوری، استاد همت زاده، استاد تورجان زاده، من هم این دعوا را دارم. حالا مردم قبول دارن یا ندارن کار دیگر است. دیگر استادان، دیگر کسانی که در زندان هستند، به هیچ وجه به خاطر مال و مقام و منصب این گذشته‌ها را در برابر رحمان نکردیم، بلکه این گذشته‌ها فقط به خاطر ملت، دولت، امنیت و آرامش بود. چون به ما میگفتند، من بار دیگر وقتی که به شما این مثال را 10 بار آوردم و باز میگم، وقتی که امام رحمان سازشنامه را پامال کرد، کنستیتوسیون را پامال کرد، یک دفعه 7 ساله بیشتر حق نداشت، نه از روی کنستیتوسیون نه از روی سازشنامه. اما چون این را میخواست و میدانست که برای ما مهمترین مسئله امنیت است و آرامش است، از همین دروازه، از همین روزنه وارد شدن. یعنی در کمیسیون آشتی ملی، در اون وقتی کمیسیون آشتی ملی عمل میکرد، این افسانه را بافتند که ازبکستان دشمن اشدی ما هست. اگر در همین امام رحمان دوره پرزیدنتیش تمام می شود، در وقت انتخابات پرزیدنتی که نفران دیگر می شود، یک نامزد حزب نهضت می ماند، یک تا حزب خلق دموکراتی، یک تا دموکرات، اختلافات با وجود میاد، ازبکستان هجوم میکند، اسلام کریم هجوم میکند و تاجیکستان رو میگیرد. و با این منطق، با این نراتیو، با این دعوا، با تک تک اعضای کمیسیون آشتی ملی از طرف اپوزیسیون تاجیک صحبت کردند که گفتند ما میدونیم که این برخلاف کنستیتوسیون است، این برخلاف سازشنامه است، اما بیاید شما به خاطر ملت، به خاطر
پابرجایی دولت و امنیت همین ملت و دولت از بحر همین معیارهای کنستیتوسیا و سازشنامه بگذریم. ما وعده میتیم همچون جوانمرد که از 7 سال دیگر بیشتر امام علی رحمان نمیستد. خود امام علی رحمان این وعده رو داد. بعد عبیدالله که زنده است، مرحمت عبیدالله بیاد در افیر بگوید که کبیری دروغ میگه. عبیدالله رئیس شهر بود، میری شهر بود. اون وقت هنوز مجلس ملی تأسیس نشده بود. دعوت کرد همه رو، از اون جمله ما رو. ابراهیم عثمان ما رو صدا کرد، گفت که کابینت هم در اومد. ما کابینتمون پهلوی هم بود در کمیسیون آشتی ملی. گفت که عبیدالله شما رو در تلفن صادقه داخلی رقم صادقات رو ندارد. من رفتم، من اعضای کمیسیون آشتی ملی اوید به مسائل سیاسی بودم. صحبت کردیم، گفت که میتونید کابینت من بیاید یک صحبت کنیم. گفتم مایلش. رفتم اداره کابینت عبیدالله در میری شهر و خب با همین حرفا که خدا یک جوان وطن دوست و ملت دوست و خیلی اینتلیجنت و همین هستی و همه اعضای کمیسیون آشتی ملی از هر دو طرف راضی شدن به خاطر منفعت دولت و ملت. فقط خودت راضی نیستی، چون واقعا من راضی نبودم. من گفتم این خلاف کنستیتوسی است، این خلاف سازشنامه صلح است. اگر یک نفرم در کمیسیون آشتی ملی زید آواز میداد این نمیگذشت، امام علی رحمان دوباره پرزیدنت نمیشد، حتی یک نفر اگر، چون موافقی باید کنسنسوس در اونجا می بود. من که مخالفت کرده بودم مجبور شدن ما رو دعوت کنم. خب گفتم من بله من زید هستم. برای چی این کارو کنیم؟ گفت که به خاطر آن که برای ملت رو دوست می‌داری. بله. وطن امنیت مهم است. بله. همینجا بودن امام علی رحمان 7 سال دیگر برای وطن و ملت لازم است. بیا به خاطر همین ملت و دولت. شما که منصب پرست نیستید، اگر همین کار رو نکنید پس شما معلوم میشد که خودتون به خاطر منصب و مقام اینا هست. باور کنید عبیدالله به من یگان مقام منصب پول پیشنهاد نکرد که حاضر بگم که هر کس بیاد بگه که نه ما با کبیری فلان پول پیشنهاد کردیم، مقام پیشنهاد کردیم. به من فقط از درباره ملت و وطن گپ زدن. من یک سوال کردم از عبیدالله، گفتم کی کفالت میدهد که امام علی رحمان فریب نمیکند؟ یعنی همون حس یک کمتر احتیاطکاری من از همون اول هم بود، از پس معلوم میشد. کی کفالت میدهد که رحمان فریب نمیکند؟ ما رو فریب نمیکنید. عبیدالله در جواب یک چیز گفت، حالا بیاد تکرار کند همین حرفش رو. گفت مگر من مردم که امام علی رحمان از بالای مرده من مگر که پایش اماند و گذرد؟ ما هم جوانمرد هستیم، ما هم وجدان داریم، ایمان داریم. مگر من مردم؟ خب بیاد عبیدالله الان بیاد، حالا فهمیدم که پسر خودش رو هم از منصب گرفتند و باز راه رو پاک کرده ایستادن. خب حالا زنده است، خدا را شکر، خدا عمرش 100 ساله کند، نمرده است. بیاد به ملت جواب بگید که کبیری رو فریب کرد. اتفاقا وقتی من برگشتم آمدم استاد همزدا رو دیدم، گفتم که همین خیر شد. استاد همزدا که عبیدالله ما رو هم دعوت کرد و دقیقاً همین حرف رو زد. خب حالا استاد همزاده از دنیا گذشتن، عبیدالله که زنده هست. مرحمت بیاد بگید که کبیری دروغ میگه. سوال من از عبیدالله، از ابراهیم عثمان، از داستیف این است و باقی میماند: آیا اینها هم فریب خوردن مثل ما، یا اینها هم جزئی فریب امام علی رحمان علیه ملت بودن؟ ما که اعتراف کردیم که فریب خوردیم، ما رو فریب کردن به خاطر همین ملت و دولت. و اون وقت کبیری نه از تجارت داشت نه منصب داشت. من سال این 99 بود یا چنده بود. خب ما رو فریب کردن یا ملت رو فریب کردن یا خودشون هم فریب خوردن؟ یعنی این ببینید دوستان عزیز، در سیاست کلان اعتراف به اشتباه جنایت نیست، بلکه این بیانگر جوانمردی هست. من نمیگم که ما فریب نخوردیم، من نمیگم استاد نوری فریب نخورد، استاد همت‌زاده فریب نخورد، یا ما شکست نخوردیم. بله ما هم انسان هستیم، فریب خوردیم، شکست خوردیم. اما باید این رو هم گفت که برای چی ما رو فریب کردن، به خاطر چی؟ به خاطر مقام، منصب. من جوابگری موقع دیگران نیستم، برای خودم جواب میگم که من تنها اون موضوعی که توسط آن مرا فریب کردند این ملت، دولت، امنیت و پابرجا بودن دولت ملت هست. من هم فکر کردم که امام علی رحمان یک انسان
یک جوانمرد است، به خاطر ملت و دولت این کار کرده ایستاده است. و عبیدالله فهم، ابراهیم عثمان هم، داستی فهم، اینا هم جوانمرد هستند، اینا هم حیثیت و آبرو دارن، شخصیت دارن. خب اگر فریب خوردن مثل من بیان اعتراف کنن. اگر میترسن حداقل در مموارها، در یادداشت‌هاشون بنویسن این چیزها را که نسل‌های بعدی بگن که خب به خاطر مقام و منصب پسرش و دامادش و جیانش یا جانش ترسید این کار، این حرفا رو بگید، ولی در یادداشت‌هاش، در وصیت‌نامه‌اش نوشت و بعد از سرش این حرفا رو دیگران بگن. یکی از سابق وزیران، اینا هم بگم بعد به سوال دیگر بگذاریم. من برای چی میگم که منصبداران میترسن؟ من قبل از آن که همین انتخابات پرزیدنتی 2013 آغاز شد، هنوز قبل از آن که ما کالیسیا تشکیل کنیم و بعد اپای آینی حال نامزد یگانه شد، قبل از این من با یکی از وزیران قدرتی سابق تاجیکستان صحبت کردم، زاده منطقه کلاب. باز تکرار میکنم، وزیری قدرتی سابق تاجیکستان، انسان‌های با آبرو، زاده نامش رو نمیگید؟ بله؟ نامش رو نمیگید؟ نه نامش رو نمیگم. و ما همگی 4-5 نفر افراد داریم که سابق وزیر قدرتی از منطقه ختلان بودند. نامشون رو نمیگم. من با اون کس پیشنهاد کردم، گفتم ببینید ما در نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر آن مبارزه نمیبریم که حتما یک نهضتی پرزیدنت شود یا حتما یک نفر از منطقه زادگاهی من یا از بدخشان یا از زرافشان یا از خوجند، از سوق، نه، بگذار یک نفر از منطقه ختلان و کلا باشد ولی انسانی سالم باشد و تندرست باشد. خب بالاخره همین وطن رو وطن همه بداند، به خاطر خودش اولادش کار نکند. گفت چی میخوایی؟ گفتن میخواهم، گفتن که اگر راضی باشه که شما نامزد یگانه باشید، نامزدی خودتون رو از یگان حزب اپوزیسیونی پیشنهاد کنید، از حزب نهضت نه، از یک حزب دنیوی. اون وقت حزب سوسیال دموکرات بود، حزب دموکراتی کم و بیش حال و هوای اپوزیسیونی داشت. از همون حزبا پیشنهاد شود، حزب ما جانبداری خواهد کرد، بالاخره یک نفر دنیوی باشد، کلابی باشد، بگذار از همون تیم قبلی باشد ولی انسانی با انصاف باشد مثل خودت، یا یک نفر رو از همون همکاران سابق خودتون پیشنهاد کنید. میدونید چی جواب گفت؟ گفت تشکر، هزار رحمت برای باوری، اما میترسم. گفتم از جانت میترسی؟ گفت نه، من 30 سالم به یک جای رسیده است که دیگر در راه ملتم اگر شهید شوم آماده هستم. من از آن میترسم که این نامردها تمام نبیره و کبیره ما رو نابود خواهند کرد. این حرفی نهضتی نیست، این حرف یک عضو مثلا اینات نیست، این حرفی وزیر سابق قدرتی تاجیکستان هست که به همین امام علی رحمان و به همین فرانت خلقی و به همین حکومت و برای به سر قدرت آمدن و پابرجا ماندن خدمت کرده است و بارها نجات هم داده است. یعنی اکثریت فعالان جامعه را امام علی رحمان به همین خلاصه رسانیده است که آنها خاموشند. به همین خلاصه رسانیده است. برای همین من وقتی که عبیدالله و داستیف و ابراهیم عثمان امروز میترسند این صحبت ها را کنن یا هر کسی دیگر، من اونها را درک میکنم، میفهمم، اما نویسن در یک وصیت‌نامه، نویسن در یک یادداشت‌نامه‌ای که تاریخ آنها را بعد نفرت نخواند که در همین فریب بزرگ ملی شریک بودن، نهضت رو فریب دادن، ملت رو فریب دادن، سازشنامه رو پامال کردن، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان رو پامال کردن. من مقصدم این چی است؟ استاد عبدالله راهنما دوستتان که در بسیاری از چاره‌بینی‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت میکرد و عبدالله راهنما سوال داده است. اینجا درباره گپ هست. ماشاءالله بهترین تبریک میکنم. سوال نداده است. او گپش رو من اینجا اقتباس میبرم. خب من فکر کردم سوال داده است. تبریک کردم باز. دو کتاب هم در دو کتابش هم دو کتابی از کتاب‌های اولین عبدالله راهنما هم
به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بخشیده شده است و درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و گفتم ممکن است که عبدالله راهنما را هم همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مشهور کردگی است. شاید خطا نکنیم در یک برآمدش در همون تالار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این یعنی چی؟ یک ایده قوی در دست قوم ضعیف. یعنی عبدالله راهنما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را یک ایده قوی ملی اعتراف کردگی بود با این گپ خودش و تنها گفته بود که برای عملی کردن این طرح قوی شما ضعیفید. انکن شما چی فکر دارید؟ من نمیدونم حالا عبدالله راهنما با این فکرش هست یا نیست نمیدونم، لیکن ببینید اگر ایده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قوی بود چرا حالا به تیم، یعنی اگر حکومت تیم قوی است و ایده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ایده قوی است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ایده قوی داشت ولی خودش ضعیف بود. این گفتنی گپ است که اگر انتونی میشه گیریم حکومت قوی است لیکن ایده ضعیف دارد، پس برای چی همین ایده قوی به تیم قوی توسعه داده نمی شود؟ بسیار سوالی خوب. ببینید من اینجا خواستم نوت بگیرم چون چند سوال در داخل همین سوال بود. اولش که من 100% به همین جمله عبدالله راهنما موافق بودم و هنوزم هستم. من فکر نمیکنم که منظور از فکر عبدالله راهنما این که ایده قوی منظور فقط حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. منظور از ایده قوی احتمال زیاد دارد، اگر خودش باز در اگون جای دیگر باز شرح بدهد، منظور ایده اسلام بود. یعنی خود اسلام همچون ایده قوی در اختیار یک گروه ضعیف قرار دارد. منظورش از گروه ضعیف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همین کادرها بود. اما من چرا میگم که به این فکر عبدالله راهنما 100% راضی بودم و هنوزم هستم، نوابسته از آن که عبدالله راهنما دیروز چی موقع داشته این روز چی موقع دارد، چون بالاخره بعضی حرفای درست و سالم از بعضی انسان‌های مثل دوست ما عبدالله راهنما بیرون می آید و این رو نباید نادیده گرفت. خود اسلام همچون عقیده، همچون ایده، همچون فلسفه و همچون دین نه تنها در اختیار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا من محیدین کبیری یا استاد نوری باشد در اختیار یک گروه ضعیف قرار میگیرد. در اختیار دلخواه حزب سیاسی که قرار گرفت، این همون فرمولای عبدالله راهنما می شود که همین ایده قوی، شما همین ایده قوی را در اختیار دلخواه حزب سیاسی بدهید، همین ایده گرانی میکند برای یک حزب سیاسی. دین مبین اسلام به اندازه فراخ است، بزرگ هست، وزنین هست که حتی 10 حزب سیاسی، همه حزبای سیاسی تاجیکستان را جمع آوری کنید و این دین مبین اسلام را بر دوش آنها بگذارید، بازم سنگینی میکند، بازم برداشته نمیتوانند، زیر فشار این وزن نابود خواهند شد. دلخواه حزب اسلامی، من این را حالا همچون رئیس حزب عمل کننده اسلامی به شما گفته ایستادم، دلخواه حزب اسلامی وقتی که به خودش مسئولیت اسلام را میگیرد، در برابر این مسئولیت سنگین مثل یک میبخشید یک چارمغزی را میموند که در زیر فشار یک خرسنگ، یک کوه پچق خواهد شد. همین بود که استاد مرحوم سید عبدالله نوری خودشون این را درک کردند و منم این را در تاجیکستان درک کرده بودم که ما باید مسئولیت برداشتن وزن دین مبین اسلام بر دوش همه ملت بگذاریم. باید منظورم از ملت مسلمان ها، چون یک مثلا هموطنی زردشتی ما یا اتئیستی ما نمیتواند مسئولیت دین مبین اسلام را بر دوش بگیرد. برای مثال امروز مسئله حجاب پیدا شد، این مسئله یک حزب است یا مسئله اسلام و همه مسلمانان؟ این مسئله، این مشکلی همه مسلمانان هست و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حتی در اوج قدرت هم باشد به تنهایی نمیتواند این وزن را به دوش بگیرد و از عهده این کار برآید.
منظور عبدالله رهنما، اگر من او را همچون یک سیاست شناس و یک فیلسوف فهمیده باشم، همین است. و من به این قناعت رسیدم خودم که احزاب سیاسی که یا ساختارهای سیاسی که مسئولیت یک دین را به دوش میگیرند، در اولی کار، در شروع کارشان از دین استفاده میکنن، فایده میبرن. مردم به خاطر دین با آنها رأی میدن، همون طوری که مردم به خاطر دین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را کمک کرد، پشتیبانی کرد، به خاطر حزب جهاد کردند، به خاطر حزب اعضا حقی میدادند و اعضای حزب میشدند. این در اولی کار است. اما بعد یک زمان میرسد که شما نه تنها باید از حزب، از اسلام استفاده برید، بلکه باید که به اسلام خدمت کنید، کمک کنید و مسئولیت دین مبین اسلام را داشته باشید. اینجا بعد میبینید که شما در برابر اون حجم مسئولیت کم آوردید و اینجا است که بعد مشکلی احزاب اسلامی شروع میشد. شاید یک نفر بیاد بگه که چگونه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این حرفا را زده ایستاده است و هنوز خودش هم باز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت کرده است، برای چی نمیبندد؟ در اینجا تناقض وجود دارد. نه دوستان عزیز، هیچ گونه تناقض وجود ندارد. رهبریت حزب این را درک کرده بود، درک کرده است و برای همین دست به اصلاحات زد که استاد نوری وقت عجل اما نداد. خود من را حکومت جمهوری تاجیکستان امکانیت نداد که این روند را در یک مسیر قانونی در تاجیکستان عملی کنم، چون از این میترسیدن و نمیخواستن این روند طبیعی به یک انجام منطقی برسد. اما امروز وقتی که برادران من در زندان هستند، به خاطر همین حزب زندانی شدن، آیا من حق دارم که در خارج بدون مشورت با آنها این مسئله خیلی هم مهمی سیاسی و تاریخی را حل کنم؟ به هیچ وجه. برای همین من در اولین ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در هجرت گفتم که این موضوع را ما الان میبندیم، بحث این موضوع را تا زمانی که برادران زندانی ما آزاد شوند، ما در مشورت یک جای با آنها این مسئله را حل خواهیم کرد ان شاء الله. اما منظور رهنما فکر میکنم همین بود. و حالا چند جمله درباره خود، نمیخوام درباره شخصیت دوست و برادرم رهنما، اگرچه ایشان شاید دیگر مرا دوست و برادر ندانند، اما من در اساس همون مناسبت‌های قبلی میگم. متاسفانه ایشان از جمله افراد آگاه و بیدار ملت هستند که در تاریخ دلخواه ملت‌ها این گونه افراد بودند. این گونه افراد با دانش خود، با سواد خود می توانند گاه سیاه را سفید معرفی کنند، گاه سفید را سیاه معرفی کنند. این گونه افراد در تاریخ آلمان فاشیستی در رکاب هیتلر بودند. خیلی هم سیاست‌های جنایتکارانه هیتلر را سفید می‌کردند، تابش علمی می‌دادند، تابش منطقی می‌دادند. در خدمت چنگیزخان هم بودند، در خدمت امیرعلی خان هم بسیار از تاجیکان و متفکرین ما بودند، از اهل بخارا، سمرقند، از منطقه‌های دیگری بخارا. و این عبدالله رهنما و رهنماها در تاریخ ملت‌ها، دولت‌ها چیزی پدیده تازه و یگانه نیست. من امیدوارم که این را درک خواهند کرد و برمیگردند به همون عبدالله که، به همون رهنمایی که واقعا می آمد در دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تنقید میکرد و میگفت که این عقیده بزرگ در دست، این عقیده قوی در دست یک گروه ضعیف است و همون گروه ضعیف که من رهبرش بودم این حرفا را از تالار گوش میکردم. باز همین عبدالله رهنما را باز دعوت میکردم، میگفتن بیا این تنقیدهایت را باز بیشتر کن. بله، در حزب ما بودن کسانی که به این صحبت‌های عبدالله رهنما و مثل عبدالله رهنما، کسانی که ما را از منبر ما تنقید میکردن، واکنش منفی میکردن، ناراحت میشدن، حتی زیدش صحبت میکردن. اما رهبریت حزب از آن جمله خودی من باز عبدالله رهنما را دعوت میکردم، منبر میدادم و خواهش میکردم که بیاید این صحبت‌هایش را علیه حزب ما کند، ما را اصلاح کند، چون ما نیاز به این گونه صحبت‌ها داشتیم و هنوزم داریم. هنوزم عبدالله رهنمایی که من گوش میکنم صحبتش را، با وجود آن که مثل همون ملاهای تبلیغگر پروپاگاندیست که از منبر
پیامبر اکرم در خدمت سیاست‌های ضد دینی هستند، عبدالله رهنما با همون واژه‌ها و عباره‌های ملی، با همون کلمه‌های زیبای دولت محوری، ملت محوری، همون طوری که این مولاها با آیات و حدیث دیندارا را فریب میدهند، عبدالله رهنما هم دقیقاً مثل همین پروپاگاندیست‌ها با همین واژه‌ها و عباره‌ها دارد ملت را فریب میدهد. من بین عبدالله رهنما و بین اون علمایی که سواد دینی هم دارن در مسئله فریب امت و فریب ملت هیچ فرقی را نمیبینم. اما امیدوارم که یک روز فرا میرسد که عبدالله باز یعنی واقعا هم حالا با هر دلیلی که نزد خودش هست باز کوشش میکند که همون علم و فهمش را، دانشش را که واقعا علم و دانش دارد در خدمت مردم ملت میگذارد. یک جمله بسیار، ببینید رهنما یک خیلی جمله های خوب دارد. یک جمله زیباش به من خیلی معقول شد و اتفاقا در تالار خیلی قرصک زدن، بخصوص ایرانی هایی که ضد حکومت عمل کننده جمهوری اسلامی ایران هستند. در مسئله زبان فارسی در کدام سیمپوزیومی که در دوشنبه برگزار شد یک جمله خیلی خوب و قوی گفت که گفت همون میلیاردهایی که حالا گفت مشکلی اساسی جاری نشدن خط فارسی در تاجیکستان این مشکلی اقتصادی هست. یعنی ببینید خطر فیلسوفان و فیلسوف نماها، خطر دانشمندان و دانشمندانی که دانششان را در راه غلط استفاده میکنه در همین جا هست. من خیلی میخواهم که آقای رهنما این حرفای ما را گوش کند و اگر خواست جواب دهد، نخواست نه. در همین حالت ها هست. ایشان برای آن که حکومت جمهوری تاجیکستان را سیاست‌های فارسی ستیزی و فارسی زدایش را در چشم فارسی دوستان سفید کند، گفت که مشکلی اساسی این ما در اینجا اقتصاد هست، پول نداره. حکومت جمهوری تاجیکستان پول ندارد. اگر جمهوری اسلامی ایران همون میلیون ها و میلیاردهایی را که به حزب الله و حماس و حالا دیگر جا صرف میکند به تاجیکستان برای خط فارسی صرف کند، ما آماده هستیم، حکومت آماده است. این یک دروغ بسیار بزرگ هست، اما دروغی هست که بسیار دروغ زیرکانه و به اون ایرانیایی که ضد جمهوری اسلامی را هستند میفارد، خوش میآید و اون ایرانیایی که واقعا خط فارسی را دوست دارن و اونها باور میکنن. چرا؟ برای که این صحبت از طرف یک عالم کرده می شود، اما یک عالمی که خیلی زیرکانه دارد هم ملت رو فریب میکند هم اون فارسی دوستان را. چرا این مشکلی اقتصادی نیست؟ مشکلی اعتقادی و ایدئوی هست، معنوی هست. برای که حکومت جمهوری تاجیکستان اگر این مشکل رو اقتصادی میدید، همین ملت تاجیک خودش به پول حکومت از جیب خودش با تشبث استاد لایق وقتی که رئیس بنیاد زبان تاجیکی یا زبان تاجیکی فارسی بود پول جمع کردن، خط فارسی رو کتابچه نشر کردن. تاجران تاجیک در پیشتاق مغازه‌هایشان از پول خودشان با زبان فارسی می‌نوشتند. یادتون است در دوشنبه در خیابان رودکی چقدر آویزه‌ها و اعلان‌های فارسی پیدا شده بود. حکومت اینجا پول صرف شده بود، مردم پول خرج کرد از جیب خودش. اگر همه این را حساب کنیم شاید که صدها میلیون دلار با پول امروزه در مسئله بازگشت خط فارسی و آهسته آهسته قدم به قدم جاری کردن خط فارسی در حیات روزمره مردم از جیب خودش پول خرج کرد. حکومت جمهوری تاجیکستان چیکار کرد؟ نگفت که اینجا مردم صدها میلیون دلار پول ملت خرج شده است. با یک فرمان تمام این آویزه ها رو برداشت. چرا انگلیسی رو نبرداشت؟ اگر بازم به من بگوین که این به خاطر تحکیم خط و زبانی تاجیکی بود که خط فارسی و تاجیکی همون خط تاجیکی ملی ما هم فارسی همون هست، چرا روسی، چرا انگلیسی، چرا لاتینی رو نبرداشتن؟ هنوزم وجود دارد. ماشاءالله در خیابان‌های دوشنبه خیلی زیاد است، در کلاب و در خوجند. اما چون هدف فارسی ستیزی بود و هنوزم هست، با وجود آن که میلیون ها دلار خرج شد آمد اینا رو همه رو برداشتن و هنوزم این ممنوعیت وجود دارد. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان، آقای رهنما این را به امام رحمان برسونید، اگر واقعا صادق هستید بگید که من همین جمله را در حضور علما در رسانه ها گفتم، مردم قرصک زدن، بیا همین دروغ ما رو راست کنید.
اجازت میدید که تاجران مردم خودشون آویزه های تجارتیشون رو اعلانهاشون رو از پول خودشون با زبان فارسی با خط فارسی خیلی برن در نزد یک خطاط. اگر باز دلیل این هم باشد که مثلا با خطهای بسیار هم عوامانه نوشته شده بود، بگذار یک خطاط رو، یک مرکز رو در نزد مرکز اسلام شناسی مفتیات معین کنن، اینا سفارش بدین همون کار کنن. بگذار خانواده رحمان که تمام سپرافکای تیبی و مکتبی رو هم شخصی کردن خانوادگی، همین مسئله رو خانواده رحمان بگیرد، یک دکانی خوشنویسی خطاطی بسازن. نمیدونم اگر خودشان باور دارم که کدامشان خط فارسی رو بلد نیستن، همین عبدالله رهنما رو رئیس همین مرکز خطاطی مونند، خودش سواد دارد، خطی خوب دارد. بگذار همین بیچاره بنده خدا از اون تبلیغات و پروپاگاندا پول کار نکند و از همون مهنت خودش کار کند، هم تجارت، هم معنویات، هم زبان شما دراز. اما دوستی عزیزم عبدالله رهنما، من خواهش میکنم در یک جاهای به خاطر زندگی و کار سفید کن، اما در جاهایی که تقدیرساز است نه ما را نه مردم را دیگران را فریب نکنید و این دروغ بسیار بزرگ هست و حداقل ما را فریب کرده نمیتونید. حالا چند ایرانی قرصک میزنن باور میکنن، چون اونا که از دست ملاها و آخوندها بیزار شدن در افغانستان، در ایران و در جاهای دیگر، اینا دیگر هر یک دروغ از زبان ما و خودت بر این گلستوکدار صدا بتید بیچاره قرصک میزنن، چون حالا ندیدن که مصیبت بزرگتر در کجا است، در ایران است یا در تاجیکستان. حالا من در ترازو نمیمونم که در کجا بدتر است، اما حداقل به باور من یک دیکتاتور باشد، یک دیکتاتور حداقل مثل پوتین، مثل حالا خامنه‌ای، مثل اردوغان، یک کمتر سواد داشته باشد، راست گپ علم نمیکنه. اما مصیبت در همین است که یک دیکتاتور بی سواد هست و یک انسان‌های با سواد در خدمت یک دیکتاتوری بی سواد قرار میگیرن. من حالا دیگر یک کمی جوابم طولانی شد، اما مثل که با همون دامله ها گفتم 15 دقیقه و دردم زیاد بود است طولانی صحبت کردم. با راهنما و راهنماها راست گپ حرف زیاد برای گفتن دارم، برایم یک کمتر طولانی شد. بسیار خوب استاد. خب ما شوکت جان 2 ساعت زیاد شد صحبت میکنیم، البته وقت زیاد را خودی من گرفتم، حق ندارم بگم که کوتاه، ولی اگر شما فکر کنید که دوام بدیم ما بله میتونیم دوام بدیم، اگر مردم خسته نشده باشه. تقریبا از شما نیم ساعت دیگر میپرسم، چون که اینجا دو سوال آمدگی هست از داخل و فکرم یک منصبدار سوال دادگی هست. مقدمهش هم زیاد بود و بعد از این من به تماشابینان پیوست میکنم، چرا تا اینکه آنها را نیست سوالهای خود را بدهند. الکی در استودیو تقریبا 7 نفر انتظار هستند که کی به آنها نوبت داده میشد. سوال از داخل آمدگی همین است: اگر پیمان ملی تاجیکستان به خواست خدا به سر قدرت بیاید، اجازت میدهد که در دانشگاه ها، کارخانه ها و مکتب ها پوشیدن حجاب را برای کارگران، معلمان و طلبگان؟ من خیلی مختصر جواب میگم. پیمان ملی تاجیکستان که به سر قدرت بیاید، پوشیدن لباس را آزادی شخصی یک انسان میداند، در قانونگذاری آن را وارد میکند و اجازت نمیدهد که یک انسان دیگر را برای پوشیدن لباس محکوم کند یا ممنوع کند. هر کسی میخواهد لباس حجاب اسلامی پوشد، حجاب اسلامی پوشد، چی در جای درس، چی در جای کار، چی در خیابان، چی در بند. کسی میخواد اروپایی پوشد، اروپایی پوشد. کسی میخواد به شکل تاجیکی با هر چکن و اطلس و هر چیزی که دلش میخواهد لباس را انتخاب کند. هر مرد میخواهد مثل من شیم و کستون پوشد، جامه و جلک و سله و ریش میماند، کاری شخصی است. از این همینجا دوام سوال این است استاد، من خطا کردم، او سوالی او انسانی که داده بود با مقدمه دور دراز گفتم او دیگر بود است. اینجا همین دوام سوال همین است که شما در یک برآمدی خود تقریبا سال 2007 در ولایت سوغد در شهر خوجند گفته بودید که سطر حجاب خط قرمز است.
خط قرمز رو حکومت گذاشت یا نه؟ اگر گذاشته باشد چیکار کردنی هستید؟ مسئله حجاب خط قرمز است، اما تنها خط قرمز نیست در دین مبین اسلام. یعنی برای یک انسان اعتقادمند دیندار ده ها خط قرمز وجود دارد که مسئله حجاب یکی از آنها است. حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها این خط، چندین خطهای قرمز دیگر رو هم عبور کرد گذاشت. حالا من که در چند هزار کیلومتری از دوشنبه قرار دارم در حالت هجرت، دقیقا همون کارهای را انجام داده ایستادم در این مسئله که از دستم می آید. حالا همین صحبت کرده ایستادم با شما، کرده ایستادم با مردم، یکی از همون کارهایی که باید انجام دهم. خب اگر در داخل تاجیکستان می بودم شاید که باز یا در پارلمان می بودم، در پارلمان صحبت میکردم همون طوری که در پارلمان صحبت کردم. اگر در تاجیکستان می بودم رفتم به دانشگاه ملی، وقتی که یک دخترک دانشجو را نامش ازادم رفت کی بود، همون دخترک دولت و یا اسماعیل و یک خواهر بود، دانشجو بود، حجابش رو منع کردن. من همچون وکیل رئیس حزب رفتم به دانشگاه، با رکتور صحبت کردم، در حضور مردم صحبت کردم، از حقوق همون خواهر دفاع کردم و از رکتور دانشگاه اون وقت خدا رحمتش کند بعد گذشت، انسان خوبه بود، یادم رفت فامیلیش، از او اجازت گرفتم که همین خواهر با حجاب به درس‌هایش شرکت کند. خب همین کار از دستم می اومد کردم. حالا از چند هزار کیلومتر چیکار کردم میتونم؟ خب این دیگر برای همین من در صحبت قبلی گفتم که مسئولیت دین مسئولیت تنها یک حزب نیست. برای یک حزب، برای یک انسان، اگر چی استاد نوری است چی کبیری است، وزنی میکند. این مسئولیت همه ملت است. برای من در اول صحبت به علمای کشور مراجعت کردم و حالا با همین برادری که سوال داد به اینم مراجعت میکنم که خط قرمز رو رحمان گذاشت، خط قرمز همه را گذاشت. باید هممون دست جمعانه یک صدا شویم، با یک صدا از او طلب کنیم که نه تنها خط قرمز رو نگذارد، او را برگردانیم به داخل همون خط قرمز، در جای خودش بشینانیم. در جای خودش شناندن چی است؟ در کجاست جای رحمان که او را بشینانیم؟ زندان وحدت یا که زندان سویتسکی؟ یعنی جایی که امام رحمان باید بشیند انا همون داخل زندان است. این ببینید، این را من در حالت احساساتی نگفته ایستادم، من این را یک خلاصه حقوقی و سیاسی همین است، با نظر داشت آن جنایت هایی که امام رحمان و با نظر داشت آن خط قرمز هایی که امام رحمان گذاشته است. تشکر. خب اکنون به سوال تماشابینان میگذاریم. چند نفر اینجا این منتظر هستند. یک نفر با نام جست تاجیک سوال دادنی هستند، بفرمایید. جست تاجیک هستید اینجا؟ میکروفونتون پشتگی است. السلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید. بفرمایید سوال. مثل که قطع شدیم. بله قطع شد. نفری بعدی بفرمایید. کریموف میرزاولی بفرمایید. میکروفونتون خاموش است. کسانی که میخواهید توسط واتساپ زنگ زنید، مرحمت رقم گذاشته شده که است، زنگ زنید. کریموف میرزاولی میکروفونتون رو فعال کنید. اگر نتوانید به نفری بعدی وقت جدا کنیم، یعنی نوبت بدهیم. کریموف میرزاولی هستید؟ میکروفونتون خاموش است. تنها میکروفونتون رو فعال کنید، گپ زنید. چون شاید فرصت نشد دیگر باره به شما برگردیم. آواز من هست؟ هست، بله صدایتون هست، بفرمایید. یه بدتر نشیم نفهمیدم. الو، میشنوید مرا؟ بسیار خوب. یک نفر از واتساپ
آواز پرتوتر راستی نشنیدم چی میگم. السلام علیکم. من یک سوالی داشتم که به سیاستمدار محیطین که بگم. بفرمایید. شاید این کس چی باشند؟ جان همین کسی شروع کرد سوالش اتیاد چرا سوالش نداد؟ نداد سوالش. این هم تو آواز صدا پرتافته است به واتساپ. آها. جان هستید؟ میکروفونتون رو فعال کنید، گپ زنید. بله برادر من هستم. آواز میروم؟ هایو صداتون بسیار باریک است. برادر همون واتساپ تو من میکشتین و همین سوالو من میدودم 2 ساعت زیاد انتظارم 2.5 ساعت میشود. حتی بفرمایید. بیدید سوالتون. آن صحنه‌ای که جناب کبیری ساعتشون اگه گرفتن و تاو دادن او صحنه رو دیدم برادر و میخواستم که شما کمی همی فیلتری که میگذارن دیرتر بگذارن برای که گپایی که بین شما میگذاره در بین مردم میتونه بینن. خلاصه سوال اول برادر میخواستم فهمم که وظیفه ها را چگونه تقسیم میکنن. آیا میتونه شخصی که پیروی مشهور بودنش صاحب وظیفه شود؟ کاندیدات باید دیپلم داشته باشد، در ساحه خود حداقل 10 ساله کار کرده باشد و بعد این با یگان اینترویو گذاشتنش در کار. کسی که نه دیپلم داره نه تجربه کاری داره در همون ساحه نباید او را حتی به کاندیداتی رخصت داده شود. این مسئله خیلی مهم است و شما میتونید همین را کفالت دهید با واسطه روی قانون آوردن یگان کریتریا برای که همین خطابی‌ها در گذشته شده بود. این سوال اول برادر. سوال دوم، تأثیر جمهوری غیر اسلامی ایران و تاجیکستان چگونه خواهد شد؟ ما سنی مذهبا هیچ گونه راضی نیستیم که ایران دست می داشته باشد به امور تاجیکستان. نباید آنها را در وطن خود جای کنیم، زیرا که در گذشته و یا آمدن و هزارها تاجیکستانی را به مذهب خود درآوردن و برخی از اعضایان حزب شما هم در این کار کمک‌های زیادی کرده بودند به آنها و می‌دانم که دین آنها از دشنام و تعقیب صحابه و از صیغه و تقیه عبارت است. ما را نمی‌گذارند که آزادانه اعتقاد اهل سنت را پنهان کنیم در ایران. شما گواه نیستیم مگر از آنکه علمای اهل سنت در ایران در شرایط بد قرار دارند طول 10 ساله‌ها. ما نیز همچنین نمی‌خواهیم پرازیت‌ها در وطن ما پای افلاک خود را بگذارند. سیاحانشان را در نظر ندارند. جناب کبیری، شما خود خیلی خوب می‌دانید چگونه دوستی و رابطه ویچ دارند پیشوایان رافضه با صهیونیستان. کتاب‌ها در این باره نوشته شده است. میلیون‌ها سنی‌ها را کشتند در دولت‌های عرب. این را رد کردن احمقی است. فکر می‌کنید آنها نیت پاک دارند نسبت تاجیکان سنی؟ هرگز. اما می‌دانید که میان شما هستند اشخاصی که احساسات پوزیتیوی دارند نسبت رافضه، شاید از روی جهالت یا از روی مغشوش شدنشان یا سبب آنه که نان و نمک رافضه را خوردند. شوکت جان برادر هم صداش کارکرد شدگی بود خیلی تنک و باز از طریق چند دستگاه به من میرسید. من خیلی با دقت گوش کردم و کوشش کردم که یگان قسمت سوال ایشان یعنی نفهمیده نمونم، ولی بازم در مجموع فهمیدم. اما امکان دارد که 2 سوال داد، سوالاشو کوتاه‌تر مختصر به من بگید، یک بار تکرار کنید. من میترسم که اشتباه نکنم در فهم سوالشون. بله برادر عزیز، من میتونم کوتاه کنم وظیفه‌ها را چگونه تقسیم میکنه. آیا آنهایی که حالا کوشش دارند در همین مبارزها آیا میتونند وزیر شوند؟ فقط میروند وزیر میشوند. آیا این امکان دارد؟ یا اونجا کریتریا هست، دیپلم را میبینند، ساحه خود را میبینند، کار آیا کرده هستند نیستند؟ این یکم سوال. دوم سوال، این راه دادن ایران به تاجیکستان و دخالت کردن ایران به کارهای تاجیکستان و تاجیکستانیان. خیلی خوب، من سوال دوم شما رو واضح فهمیدم، اما شوکت کمک کنید به سوال یکم خوب فهمیدنم. قریب هر دو سوالشون همین یک چی داشت. خب همین سوال یکمشون اول من از سوال دوم شروع میکنم، بعد شما هم سوال یکم فرمولروف کشه به من درست کنید که من درست بفهمم، برای که درست فهمیده نتونستم. ببینید درباره تاثیر جمهوری اسلامی ایران و با گفت ایشان دخالت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان،
تاجیکستان چی در زمان امامعلی رحمان، چی در زمان اگر پیمان ملی تاجیکستان بیاید یا هر حکومت دیگر باشد، نمیتواند درهای خود را ببندد با کشورهای منطقه همکاری نکند. از آن جمله با جمهوری اسلامی ایران هم فرق ندارد، ما هستیم کسی دیگر هست. یعنی همکاری با کشورهای منطقه بخصوص باز کشورهای همزبان و همدین خیلی خیلی مهم است. اما نکته محوری این است برادر عزیز، اینکه همکاری نه به معنای تابعیت باید فهمیده شود. برای مثال من کاملا طرفدار همکاری تاجیکستان با روسیه هستم. ما شهروندان ما در اونجا کار میکنند، ما سابقه همزیستی مشترک در یک دولت بزرگ امپری بزرگ به نام شوروی داشتیم و عضو چندین سازمان های منطقوی با روسیه هستیم. اما نه به این شکلی که امامعلی رحمان یعنی یک هم دست نشان داده روسیه هست و هم 100% از سیاست های روسیه پشتیبانی میکند و اجازت میدهد که یعنی روسیه در تاجیکستان هر چیزی را که بخواد به دست بیارد. یا آیسته آیسته باز همین دقیقاً همین را ما یک برادر بزرگ داشتیم، حالا 2 تا شد. باز نسبتی مثال چین دارد این کارها را میکند، فردا میتواند نسبت یک کشور دیگر کند. من حتی تطبیق یک سیاستی وابسته بودن با یک کشوری همزبان و همدین هم قبول ندارم، چه رسد به یک کشوری که با زبان و دین و فرهنگ و سیاستاش فرق میکند. بنابر همین بله، در قسمت اول سوال اون یک اشاره شد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در این مسئله، یعنی در مسئله زیاد شدن نفوذ ایران در تاجیکستان کمک کرد. ببینید، من اگر هر کشور میخواد در تاجیکستان ما نفوذ کند و این در چارچوب قانون باشد، در چارچوب منفعت‌های ملی ما باشد، مرحمت بگذار بیاید، سرمایه گذاری کند، مرکز فرهنگی بکشاید، یعنی دانشجو قبول کند، دانشجو بفرستد، نفوذ کند، ولی به شرطی که نفوذ او از حسابی یا که بر ضرر ملت ما نباشد، بر ضرر دولت ما نباشد، بر ضرر دین و آیین و مذهبی مردم ما نباشد. من مسئله رو این گونه میبینم، نه ای که مخالف نفوذ کدام کشور باشه. مثلا از همه اگر بالفرض قرار بر این باشد که یک کشور در تاجیکستان ما نفوذ کند، شاید بهترینش همون باشد که کشورهای همزبان و همدین و همفرهنگ ما نفوذ کنند، چون برخلاف زبان و تاریخ و فرهنگ و دین ما نخواهد بود. اما اگر یک کشور حتی همزبان و همدین و همفرهنگ باشد بخواهد بیاد از حساب منفعت‌های ما، از حساب دینی ما، مذهبی ما، حتی با بهترین نیت‌ها هم اگر وارد شده باشد، شما مطمئن باشید که من اولین کسی خواهم بود که در مقابل این گونه رفتارها می ایستم. و بازم اگر مثلا جمهوری اسلامی ایران، حالا منظور شما فقط جمهوری اسلامی ایران باشد، جمهوری اسلامی ایران حتی اگر از نگاه شما نفوذ کرده باشد و دخالت کرده باشد، به همون مقدار نفوذ کرده است و دخالت کرده است که ما اجازه دادیم. اگر ما اجازه ندیم، نه ایران دخالت کرده میتواند، نه چین، نه روسیه، نه امریکا، نه ترکیه، نه کسی دیگر. مثلا الان نفوذ چین و روسیه و کشورهای دیگر زیاد شده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امامعلی رحمان اجازت میده و فردا اگر یک حکومت دیگر بیاد اجازت بده، باز یک کشور دیگر نفوذش زیاد میشه. باید هر حکومتداری که میآید باید نفوذ کشورهای دیگر رو، تلاش‌های کشور دیگر رو برای نفوذ کردن، باید اول اون رو در چارچوب قانون معین کند، دیگه در معیار منفعت‌های ملت و دولت باشد. اگر مخالفت دارد فرق ندارد دیگر اون چی دولت است، کی هست، حتی برادری من هم باشد، باید که پیش روی اون گرفته شود. من مسئله رو برادری عزیز همین گونه میبینم. بله، ما یک زمانی بود که خیلی دنبال مسئله های امنیتی و صلح آفرینی و اینا بودیم، از خیلی مسئله ها در غفلت موندیم، باید این رو اعتراف کنیم. همه آمدن در داخل حزب نفوذ کردن. از یک زمانی بود که من این رو با صراحت میگم، یک زمانی بود که من حس کردم که یک نفر از همکاران ما در حزب نشست‌های خیلی زیادی با یک کشور اسکاندیناوی دارد. اصلا تصور کنید ما همگی 4 کشور اسکاندیناوی داریم، سوئد، فنلاندیا، دانیا، گالندیا، نروژ، 5.
خب بعضیا پریبالتیکا هم در اسکاندیناوی داخل میکنن. خب اونا چقدر در تاجیکستان نفوذ دارند و منفعت‌های ژئوپلیتیکی دارند، ولی اون لازم دانست است که با یک اعضای حزب نهضت و با دیگر اعضای دیگر اعضا حالا نمیگم که نفوذ کند، بلکه رابطه داشته باشد. ما گفتیم برادر ما ضد نیستیم، اما این باید در چارچوب منفعت‌های دولتی و ملی و قانون و منفعت‌های حزب باشد. و چه رسد به کشورهای کلان مثل روسیه، چین، امریکا، ایران، ترکیه که 100% اینو دیگر منفعت دارن در کشور ما. تشکر استاد. اینو دو سوال داده بودن، بیاید این خیال کنیم که به همه فرصت دیم مثلا یک توگی سوال داده توانند. برای همین تو اینکه ظلم نشود به دیگران، نوبت رو به دیگران بدیم. یک نفر از واتساپ در واتساپ انتظار هستند، بفرمایید میکروفونتون رو فعال کنید، گپ زنید. نفری که در واتساپ هستید ما رو میشنوید؟ نفری که در واتساپ هستید، ویدیو موندگی هستید، نفری که در واتساپ هستید گپ زنید. الو. خب نفر دیگر وارد کنید. بله. رجب علی بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با می برادر محیدین کبیری یک سوال دو سوال داشتم به خاطر یک چند وقت پیش در همین خبرو فهمیده بودیم که در برخی تاجیک مدیر برخی تاجیک از یک هندو بوده است. نمیدونم در تاجیکستان یگان بودن به سوال به مثل وی نیست. یک هندو را آورد یموندیان. بعد یک سوال دیگر این که برای چی دولت‌های عربی با نفت زندگیشون خوب رفته است، ممکن که اکونومیکشون بهترین در دنیا باشد، لیکن ما همین قدر طلا داریم، اگر یک کیلو طلا را اگر ما برابر با یک بشکه نفت کنیم حساب کنیم که با یک کیلو طلا چند بشکه نفت میتونیم بخریم. برای چی زندگی از همه دولت‌ها دیده پسترین در سطح پسته؟ همین خواهم که شما یک بار دیده برای جون. سلامت. سوال یکمتون، برق تاجیک برای چی مدیر اجرایش در دست یک هندو است؟ ما یا ملت رو نگاه نکنیم، هندو است، فردا میتواند امریکایی باشد، روس باشد. مهم این که کردیتورهای برق تاجیک یعنی سازمان‌های مالیوی بین المللی وقتی که به حکومت تاجیکستان محض برای برق تاجیک رو از این قرضداری خلاص کردن، کردیت دادن، گرانت دادن، به حکومت جمهوری تاجیکستان به امام علی رحمان باور ندارند، برای که آنها میدانند که قرضهای برق تاجیک در نتیجه دزدی امام علی رحمان و خانواده‌اش به وجود آمده است. اگر امام علی رحمان هر کسی دیگر رو مدیر برق تاجیک ماند فایده ندارد. شما 10 میلیارد دلار هم که به برق تاجیک قرض بدهید وضعیت برق تاجیک بهتر نخواهد شد. بنابر همین سازمان‌های مالیوی بین المللی به خلاصه آمدند که در بعد از طلب نوبتی یا درخواست زاره نوبتی حکومت رحمانوف که باز به ما قرض بدهید برای بهتر کردن صفت کاری برق تاجیک، آنها گفتن ما به شما قرض میدهیم به شرطی که مدیر اجرایی را هم خودمون تعیین میکنیم که حداقل زیر نظارت ما باشد و ندزدد. حالا این جناب نوی دیرکتور چقدر میدزدد نمیدزدد، شاید ندزدد، شاید معاش بلند دارد نمیدزدد، من نمیدانم، اما دلیل اساسی برادر عزیز همین است. اما از همه این وضعیت برق تاجیک فقط از اون هندو وابسته نیست. وقتی که تمام این شبکه سیستم در دست خانواده، در دست حکومت است و در همه مرحله ها، در همه استانس یا پدستانس یا پول دزدیده می شود، حتی از حساب هر شاچک دزدیده می شود، خب از دست یک هندو، از دست امریکایی همون ابن سینا هم بیار یا که اسماعیل سامانی هم پدر امام علی رحمان هم بیاره در اینجا دیرکتوری برق تاجیک مونید، فایده نمیکنه، برای اینکه خود سیستم فساد زده است. و فقط به سوال شما درباره اون که چرا یک خارجی رو ماندن، چون که این خارجی از طرف این یکی از طلبات و شرط قرض دهنده هست. اما سوال دومتون درباره نفت و بایگری بود. دوستی عزیز، گپ در سر نفت و گاز نیست. کی گفته است که نفت و گاز یا طلا یا برق، مثلا آب هم سرمایه است. همین تاجیکستان
یک کیلو نفت، یک لیتر نفت در بازار جهانی چقدر است؟ یک بوچکه 200 لیتر نفت ارزشش حاضر بین $80 است. تقسیم کنید که یک لیتر نفت چقدر ارزش دارد. خب بگذار کارکرد شود، تبدیل به بنزین، دیزل، به مازوت می شود، اینا در بالاش 50% دیگه هم اضافه کنید. یک لیتر نفت یا بنزین، من اون فروش آخرش کار ندارم. حتی در همه اروپا که از همه قیمتتر هست، خب 1.5-2 یورو یک لیتر بنزین است. یک لیتر آب چقدر است؟ از بنزین قیمتتر از در همه جا. و در تمام دنیا، در همه کشورهای عربی هم یک لیتر آب از یک لیتر بنزین قیمتتر است. خب تاجیکستان چقدر بایگری دارد؟ خب نفت کم داریم، گاز کم داریم. ما از روی سرمایه انرژتیکی ما، یعنی سرچشمه آب، تاجیکستان با همین 141,000 کیلومتر مربع و 10 میلیون اهالی، ما در دنیا جای 8م هستیم. برادر عزیز، ما از لحاظ مساحت از 100م هم بالاییم، 150م هم بالاتریم، یعنی کم مساحت داریم. از لحاظ ذخیره های انرژتیکی، گیدرو انرژتیکی، فقط انرژتیکی نه، چون ذخیره انرژتیکی نفت و گاز اینا هم، اما ذخیره های گیدرو انرژتیکی ما در جهان جای 8م هستیم. ما بای هستیم، بای شدیم. ما قشاقترین، جزء 15 کشور قشاقترین دنیا هستیم. برای چی؟ این سرمایه رو، این بایگری رو ما تبدیل به پول کردن نمیتوانیم. برای چی عرب میتونست است نفت تبدیل به پول کند؟ مثلا افریقایی میتونست است. در دنیا ژاپن هست، یک کشور شاید شنیده باشید، شویتزاری هست، یک کشور شاید شنیده باشید. همین دو کشور نفت و گاز ندارند. ژاپن با یک کم و بیش سرمایه‌های زیر زمینی دارد، اما شویتزار اصلا ندارد، حتی نمک ندارد. میدونید یکی از بایترین کشورهای دنیا هست. و برای چی؟ برای دو چیز دارد: مغز سر، عقل و رهبریت خوب، رهبریت عوض شونده. شویتزار یگانه کشوری هست که پرزیدنتش 1 سال بعد عوض می شود. اصلا پرزیدنت ندارد. یک شورای پرزیدنتی 7 نفره دارن، به نوبت هر کدامش 1 سال پرزیدنتی میکنند. بایترین کشور دنیا. نه گاز دارد، نه نفت دارد، نه آب دارد، منظورم آبی زیاد، آب نوشیدنی که دارد، نه طلا دارد، نه میس و اورانیوم و آلومینیوم دارد، هیچی ندارد. ولی بزرگترین سرمایه ژاپن و شویتزار و دیگر کشورهای میده از لحاظ تریتوریا، ولی بای این عقل هست و مدیریت است و آزادی مردمشون است. کشور داریم با نام ترکمنستان که همسایه ما هست، خیلی بای از لحاظ نفت و گاز، یکی از بایترین ها از لحاظ گاز هست، از لحاظ نفت هم خیلی بای هست. مگر مردم ترکمنستان بای هستند؟ نوبت نان ایستاده بودن 2 سال پیش. دوستی من رهبر اپوزیسیون ترکمنستان مراد قربانوف به من ویدیو رو نشون داد که مردم ترکمنستان اصلا در کریزیس قرار دارند، در صورتی که نفت و گاز با واسطه همین تروبه ها به خارج رفته است، تا چین هم رسید. اما چرا بای نیستند؟ برای که رهبریتش میدزدد. تاجیکستان برای چی طلا و آب و کندنی های فایده‌ناکش تبدیل به پول نمی شود؟ تبدیل به پول می شود، اما اون پول در جیب مردم نیست، در کیسه امام الرحمن است. بنابراین برادر عزیز، همون کشور همین دبی هم به خاطر اون، به خاطر نفتش هم نیست. شما یک بار برید استاتستیک دبی نگاه کنید، والا همین میگن دبی نفت همگی 7% درآمد خالص اقتصادیات دبی حساب نفت است. 7%. 93% درآمد خالص دبی امارات از حساب توریسم است، تجارت است، از حساب جلب سرمایه است، از لحاظ قانون محور بودن این کشور است. همون کشور دیکتاتوری است. اتفاقا من نمیگم که دبی کشور دموکراتی است مثل ژاپن و شویتزار و نروژ و اینها، نه. اما پیشترم در یک جواب یک سوال دیگر گفتم که خوشم اصلا دیکتاتور همش بد است، اما خب یک کمی باز آدم راحت میکنه در دیکتاتوری با عقل باشد. مصیبت ما ده چند است، هم دیکتاتوریم، بای هستیم، بایگری داریم، اما یک دیکتاتور داریم، بی سواد هست، بی دانش هست، دزد هست، ضد ملی هست، ضد دینی هست، همه چی هست. مصیبت ما از این سرچشمه میگیرد برادر عزیز. حالا مثلا یک نفر شما بیارید
یک آدم عاقل باشد، دانا باشد، دزد نباشد، پرزیدنت تاجیکستان ماند. بالفرض ما آب نداریم، بالفرض طلا نداریم. همین پولی که مهاجران ما روان میکنن 3 برابر بیشتر از بودجه سالانه تاجیکستان مهاجران هر سال پول روان میکنن. باز تکرار میکنم 3 برابر بیشتر. این استاتستیکای من نیست، این استاتستیکای بانک جهانی است، استاتستیکای بانک ملی تاجیکستان هست. خب این پول میتواند اقتصادی تاجیکستان رو بچرخاند، آباد کند، اما برای چی نمیکند؟ برای که امام رحمان این پول رو در اقتصادیات وارد نمیکند که این پول بچرخد و تولید به استحصالات شود. این پول رو میفرستد به خارجه. بسیار اگر زحمت بکشد و یگان پول در داخل خرج کند یا توی میگم جشن دارد، یگان نوروز، جشن استقلال، رقص و بازی، یا یگان پرچمی کلانتری در دنیا میسازد یا چایخانه کلانترین، اونم به خاطری باز 3-4 بیسواد و میبخشد دنیا نادیده دیگر رو فریب کردن که بعد اینا یک فخری دروغین داشته باشن، بیان بگن که تاجیکستان رو ببینید چقدر آباد شده است، چقدر بهیش شده است، گل کلشکوفان ما بهترین داریم. یک خیابان کلان درست کردن، اون رو آرایش دادن برای فریب فارس زبان های دنیا که در اونجا بیان معیشت کنند و 1 هفته 2 هفته خب عیاشی کنند بگردن، بعد در شبکه‌ها تعریف کنند، چون در وطن خودشون نوشیدن و مستی و الستی کردن نه در ایران نه در افغانستان اجازت نیست. اونجا میان این کارها رو میکنن و برای کسانی که از گرد و اطراف میاند و دنیا رو ندیدن فکر میکنن که تاجیکستان بهترین کشور است. خیلی خوب، بگذار باشد، اما معیار در دنیای معاصر دیگر این نیست برادران عزیز. معیار دیگر 4 بینا نیست. 4 بینا رو در یک دهه هم میسازن، ولی معیار اون مشخصات ایندکس یک چیز میگن ازمیرینی، همون چلاورس که ازمیرینی دارند و 10 تا 15 تا معیار هست که یگان تایونه که در تاجیکستان امروز فخر میکنن در اون داخل نیست. بنابراین برادر عزیز، مسئله در نفت و گاز و طلا و آب نیست، مسئله در مدیریت است، در عقل، در دانش است، در دزدی نکردن. سلامت باشید. برادر شوکت، سلام علیکم. بله بفرمایید. سلام علیکم. من یک سوال داشتم، خیلی زود سوال می‌کنم. بعد چی اگر روز شود که مردم انقلاب کردن برای مثال و اما خیلی سخت از طرف حکومت سرکوب شدن و بعد به یک گروه نظامی هم پیدا شد و نیاز شد که پیدا شود. خب جامعه جهانی و خصوصا سازمان ملل متحد به این چه واکنش میکنن؟ آیا یک گروه تروریستی میشناسن؟ بعد اینکه این خدر امام رحمان چی نشان میدهد که در تاجیکستان گروه های تروریستی زیاد است یا که یک گروه مردمی میدونن؟ و شما چی کمک میتونید در مسائل بین المللی تا که اینا خوبتر شناسایی کنید؟ تشکر. سلامت باشه برادر. یک سوال بسیار دشوار و مهم است. شاید که دشوارترین و مهمترین سوالم در همین بین همین بود، اگرچه من هیچگاه سوالهای دیگر رو چی کردنی نیستم، اما خیلی سوالی هست که در ذهن بسیاری هست. اتفاقا 2-3 روز پیش و من یک از دوستان در همین آلمان صحبت داشتم، همین سوال رو کرده بود. برای منم جواب دادن خیلی دشوار است. چرا؟ برای که خودم هم راستی مطمئن نیستم که اگر یک چنین یک گروه در تاجیکستان، گروه مسلح در تاجیکستان پیدا شود که هدفش دفاع از مردم غیر مسلح است که در مقابل حکومت دیکتاتوری قیام کردند به خاطر دفاع از آزادی خودشان، به خاطر دفاع از وطن و از ملتشان، همون طوری که در تاریخ بشریت دهها، صدها، هزارها مثالها داریم که ملت‌ها وقتی که مجبور میشوند با راه‌های مصالحت آمیز نمیتوانند حکومت‌ها را عوض کنند، ظلم را از سر خود دور کنند. از کاوه آهنگر شروع کرده، کاوه آهنگر هم در مقابل حکومت زمان خودش وقتی که دید که با راه مصالحت آمیز بازارها و تولا نمی شود و
ظلم دیگر از حد گذشت، گفتیم برادرها از خط قرمز گذشت. بعد همون پیشبند، همون درفش کاویانی میگه، اون درفشی که آهنگران در میانشان میبندند تا اینکه شعله آتش لباس را نسوزاند، از چربی بسیار غفص هست. پیشتر همین بود. اون را در سر نیزه کرد، مردم از قفاش خستند و ضحاک ماران را از بین برد. یعنی این تاریخ تاجیکان است. کاوه آهنگر شورش کرد مخالف حکومتی که خودش را قانونی میدانست. آیا کاوه جنایتکار بود؟ آیا کاوه تروریست بود؟ آیا کاوه اکستریمیست بود؟ این دیگر قضاوت به مردم و ملت و به امام علی رحمان و به حقوقدان ها است. آیا کاوه قهرمان ملت تاجیک هست یا تروریست است؟ این را باید امام علی رحمان بگه. از نگاه من قهرمان هست، قهرمان میماند و هر کسی در طول تاریخ تا امروز مثل کاوه رفتار کرده است بر ضد حکومت ظالم با راههای غیر مصالحت آمیز مبارزه برده است. وقتی که تمام راههای مصالحت آمیز رو استفاده کرد ولی نتیجه نداد، وضعیت بدتر شد، دیگر او قهرمان است و حق دارد. سازمان ملل هم اتفاقا در آیین‌نامه سازمان ملل یک حق دفاع ملت ها از حق خودشون هست. یعنی این رو با نگویم که وقتی که من حرکت یا مقاومت غیر مصالحت آمیز میگویم معنی ندارد که غیر قانونی است. یک عملی با استفاده از نیرو از قوه هم میتواند قانونی باشد، مشروع باشد، به اصطلاح امروزه لگیتیم باشد. خب من چیکار کرده میتوانم؟ اینجا شما سوال دادید. من در هر کجایی که صحبت کرده ایستادم، اتفاقا هفته گذشته من در یکی از وزارتخانه‌های یکی از کشورهای اروپایی بودم. من نام نمیگیرم که باز دیپلمات‌های تاجیکستان و باز نامنگاری و داوداو نکنن، چون اینا هر بار دیدن که ما در یک منبر هستیم یا یک ملاقات کردیم یک جای رفتیم، دیگر اینها شروع میکنن دعوا و نامه‌نویسی و بعد بالاخره هم دیپلمات‌ها هم هر کشورها میگن که خب دیگر از حد زیاد بیزار کردن، بیا ما در اونجا سفارت داریم، برنامه‌ها داریم، پروژه‌ها داریم، بیا دیگر این کارا نشه. بنابر همین من 90% ملاقات‌های خودم رو دیگر اعلان نمیکنم. شاید 10%ش که دیگر امکان نیست، مثل نشست‌های OBSE و جاهای دیگر که دیگر اون همه نوار میگیرن، پنهان کرده هم نمیشه، دیگرش رو من آشکار نمیکنم و دلیل هم دارم. این رو بعضی دوستان شاید به عملی حساب میکنن که ما اصلا هیچ به عمل نمیکنیم. نه، این به خاطر اون است که دیگر میخوایم این رابطه ها، این همکاری ها دوامدار باشد. خب من در این ملاقات هم گفتم که همین سوال رو اتفاقا دادم، گفتم که چرا جبهه مقاومت افغانستان با رهبری احمد مسعود آشکار میگوید که من با حکومت امروزه کابل مبارزه مصالحانه میبرم و این حکومت رو فقط با سلاح میتوان از بین برد. فقط جبهه مقاومت نه، جبهه آزادی افغانستان هم نمیگن، شورای مقاومت افغانستان، مثلا تمام اون مجاهدین و سابق وزیران و حتی معاون سابق پرزیدنت افغانستان امرالله صالح هم به همین نظر است، همین گونه نظر میتند. خب چرا اون کاری که برای افغانستانی ها یا افغان ها جایز است، مشروع است، قانونی است، تروریسم و افراطگرایی حساب نمیشود، برای مردم این طرف مرز، این طرف رودخانه آمو تروریستی حساب شود؟ فرق در چی است؟ فقط در همین که حکومت طالبان سلاح و ریش دارن، امام علی رحمان گالستون میپوشد. من به شما با تمام فکت و رقم اثبات خواهم کرد. اگر هر کسی میگوید که ظلم طالبان بالای مردم افغانستان از ظلم رحمان بالای مردم تاجیکستان بیشتر است، من او را یعنی با گفت روسا ویزوف چالش میکنم، چه تاجیک باشد، چه افغان، چه ایرانی، چه امریکایی، هر کی باشه، من چالش میکنم بیاد با من بحث کنه، صحبت کنه و اثبات کند که ظلم حکومت امروزه افغانستان بالای مردمش بیشتر از ظلم رحمان بالای ملت تاجیک است. من نمیگم که در اونجا ظلم نیست، نه، من میگم بیشتر. پس چرا در اون جایی که ظلم بیشتر است مردم وقتی که دست به مقاومت مصالحانه میزنن تروریسم اکستریمیستی باشه، در اون جایی که ظلم کمتر است؟ مثلا اپوزیسیون پوتین، اپوزیسیون روسیه امروز دست به مقاومت مصالحانه زده است. این همون گروهایی که دابروولسکی کورپوس،
نه امریکا، نه آلمان، نه رحمانوف، هیچ کس اینها رو سازمان تروریستی نمیدونن. اینها عملیاتو کرده ایستادن، عملیات نظامی. بلگراد هجوم کردن، رفتن زدن، کشتن، غارت کردن، آتش زدن. خب پس نه همه عملیات مسلحانه وقتی که به خاطر ملت و دولت و آزادی انسان است تروریستی اسم میشن. دقیقاً 100% برای ملت تاجیک هم همین است. برای ما فرق ندارد که امام علی رحمان چی میگه. امام علی رحمان و حکومت‌های دیکتاتوری منطقه ما یک ژورنالیست هم تروریست اعلام میکنن، بلاگر هم تروریست اعلام کرده ایستادن، ادوکات هم تروریست اعلام کرده ایستادن. همین یک خانم چکه فروش در مثلا بازار اگر از قیمتی نقد شکایت کند او را هم تروریست اعلام میکنند. برای ما این معیار نیست. برای ما معیار منشور سازمان ملل هست، سندهای بین المللی است. طبق سندهای بین المللی یگان سازمان بین المللی که خود تاجیکستان اعضا است. من بار دیگر اینا تاکید میکنم، تاجیکستان عضو سازمان ملل هست، نماینده دارد، عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا هست، سازمان کنفرانس اسلامی هست. یگان تا این کشورهای بین المللی معذرت میخوام سازمانهای بین المللی نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24، پیمان ملی، وطندار دیگرها را تروریستی و اکستریمیستی اعلان نکرده است. و اگر فردا یک گروه مسلحانه ملی شکل بگیرد و اون هدفش برطرف کردن ظلم باشد و از همه مهم دفاع از مردم مبارز غیر مسلح باشد، نه تنها که اون تروریست نیست بلکه طبق منشور سازمان ملل یک گروه مبارز مسلح معرفی خواهد شد. این در قانون‌های بین المللی اینا کامباتنت میگن. کامباتنت یعنی کسی که مسلح است و مثلا این گونه کامباتنت ها در تمام دنیا هستند، وجود داشتند و دارند و خواهند داشت. این از روی نرم‌های حقوق بین المللی جنگ، زمان جنگ این دیگر حل و فصل میشه. من باور دارم، البته باور ندارم، امید دارم که مبارزه ما، قیام ملی ما در تاجیکستان به این حد نخواهد رسید که نیاز به یک تشکیل گروه مسلح میماند که از مردم غیر مسلح ولی مبارز دفاع کند. اما اگر کار به این حد رسید و امام علی رحمان دست به خشونت زد، استفاده نیرو و سلاح کرد، خدای نکرده کشت و جزا داد، دیگر ملت حق دارد و وظیفه دار هم هست، نه اینکه حق دارد، مسئولیت دارد که از خودش دفاع کند و این کار حتما خواهد کرد و هیچ کس حق ندارد تروریست و اکستریمیست معرفی کند. اگر کردم پرابلم خودش است، برای ما، برای ملت دیگر هیچ تاثیر نخواهد داشت. تشکر زیاد استاد. میبینم خیلی خسته شدید و اینجا چند نفر دیگر در استودیو هستند و خیلی ها از واتساپ زنگ زدن و رقم واتساپ رو برداشتیم چون یک کمبودی تکنیکی پیش اومد. برای همین یک نفر آخرون رو قبول میکنیم با همین سوال جواب رو با آخر میرسونیم. کمال خوجندی بفرمایید. تشکر زیاد. سوال ما همینه که یکم سوال دادم. دوست گرامی من شما رو قطع میکنم با عرض معذرت. شوکت جان من خواهش میکنم همین برادر فقط کوتاه سوال تیاد و بعد سوالشو به من رسونید که چون اگر نادرست فهمیدم خیلی کوتاه فقط سوال تیاد. یک کمتر آواز غافستر کنید تا اینکه فهمیده شود که چی میگوید. خب برادر، سوال همین که آیا کسی مشهور باشد از روی مشهور بودن میتواند وزیر شود یا یگان وظیفه را به دست بیارد یا اینکه باید حتما دیپلم داشته باشد، در آن ساحه کار کرده باشد؟ برای که بعضی هستن تپیس که دارن 200,000 400,000 600,000 آیا آنها به همون روی مشهور بودنشون میتونن همون کاندیدات و خودشون همون نامزدی همون برن همون داره. حالا گوش کنید یک دقیقه صبر. همون نفره که اینجا به من خطی سوال گسیل کردگی هست خود شما هستید؟ نمیدونم برادر. نه شما خطی سوال گسیل کردگی هستید یا نه؟ خب همون
حالا استاد همین انیق کنم من اینجا چون که سوال به همین مانند هست من میخونم از اینجا این کوری این کسم وصول میشه کوری مهم شما خطی سوال با ما گوشل کردگی هستید یا نه؟ شاید برادر تمام استاد این نفر از چندین نفرانی عموما مخالفین شکایت دارن که مثلا گریم خیلی شخصانی مشهور هستند و اما لفظهای قبیح استفاده میکنن در برآمدهایشون و در دیگر چیزها و نامشون هم گرفتگی هستن من اینجا نام نمیگیرم و گفتگی هستن که همین شخص مشهور رفت مثلا گریم از روی مشهوریش رفت تاجیکستان رفتین و شما به خاطر مشهور بودنش به این منصب میدهین شما. ببینید من در یک صحبت دیگر هم گفته بودم که اگر کسی سوال داده بود گفت که اگر خودت پرزیدنت تاجیکستان شدی با خش و تبارت وظیفه میدهی یا با همحزبیت من گفتم که نه وقتی که من به تاجیکستان رفتم با همحزبام نه برای همحزبای من هیچ گناه ندارم اینا باید هر کدام لایق و سزاوار باشد میتواند منصب بگیرد اگر من پرزیدنت شدم شاید یک کس دیگه پرزیدنت میشود ولی اگر من شدم از خش و تبارم خواهش میکنم که تا وقتی که من پرزیدنت هستم یک چند ساله که میگذرد اونها درباره منصب فراموش کنن اصلا امید نبندن من این را گفتم در صحبتی پخش مستقیم یکی از خشای نه چندان نزدیک ولی دورتری من گفت که بعد از من سوال کرد در یک نشست گفت که آیا من هم داخل میشوم به همون گروه گفتم که بله گفت که پس من در پهلوی تو نخواهم بود نیستم من برای چی مبارزه برم که بعد یک کسی دیگر سزاوار نباشد و من سزاوارتر باشم اما فقط به خاطری که من خشی خودت هستم من یگان مقام منصب نگیرم یک کسی دیگر بدتر از من باشد اما منصب بگیرد فقط که خشی تو نیست و گفت من این قبول ندارم این عادلانه نیست من از حاضر اعلان میکنم که دیگر در مبارزه را خودم علاهیده میبرم گفتم خیلی خوب من افسوس که یک نفری خوب رو از دست میدیم اگر چه خشی من هستی اما پرینسیپ است بگذار من یک نفر مبارز رو از دست دهم اما ما حداقل در تاجیکستان یک معیار را جاری کنیم که خش و تبار شخصی اول دیگر در مقامات دولتی حداقل در اجرایه کار نکنن خب اما اونایی که حالا معروف هستن مشهور هستن اما نمیدونم اینجا گفتن حقارت میکنن بددهن هستن یا فرهنگ سیاسی و اخلاق سیاسی رو رعایت میکنن ببینید اگر یک انتخابات آزاد شود و مردم همین گونه آدم رو انتخاب کنن مثلا ترامپ یک انسانی واقعا دهانش رفتارش بد اخلاق است دیروز دادگاهی کدام از دادگاه‌های آمریکا با 34 جرم او را متهم دانست خیلی خوب اما اتفاقا قانونگذاری آمریکا اجازت میدهد که یک انسان در داخل زندان هم باشد پرزیدنت انتخاب شود یعنی ممکن بالاخره ترامپ متهم شود به همین 34 بند قانون ولی باز پرزیدنت انتخاب شود یعنی این از ویژگی‌های دموکرات آمریکا و غرب همین است و حالا من اگر باشم این گونه افراد بد اخلاق افراد بددهن و کسانی که فرهنگ سیاسی اخلاق سیاسی رو رعایت نمیکنن اگرچه خیلی معروف باشن در حکومت اجرایی که با مردم سر و کار میکنن و حکومت رو نمایندگی میکنن در یک مقام اجرایی من تعیین نمیکردم اما اگر همین آدم برود در یک مقام یک منصب انتخابی اگر نامزد شود هیچ کس حق ندارد مانع کاری او شود حتی بگذار رئیس پارلمان شود حتی اگر مثلا مقام سود اگر انتخابی باشد و مردم انتخابش کرد پس معلوم میشد که برای مردم در همین مرحله همین خیادان لازم بوده است نه کبیره که فقط گپی دیپلماتیک گپ میزند اما ببینید ما اینا رو از هم جدا کنیم یکی مقام تعیینی است یکی مقام انتخابی است اکثری مقام دولتی در تاجیکستان آینده انتخابی خواهد بود پرزیدنت مثلا پارلمان همش رئیس ولایت ها رئیس سود اینا انتخابی میشن رفت و همین مردمی تاجیک در آینده در یک انتخابات آزاد انا همین کبیری رو نیو کبیری دیپلمات رو نیو همون یک نفری حاضر ظاهرا بدگفتار دغل رو انتخاب کنن خب این انتخاب مردم است ما باید احترام کنیم اما من اگر به دست من می بود من پرزیدنت می شدم یا که یک نفر دیگر از پیمان ملی اگر پرزیدنت انتخاب شود
ما تلاش میکنیم که این گونه افراد در حکومت نباشن، در یک مقام انتخابی باشن. من امیدوارم که درست فهمیده باشم سوال رو و جوابم درست باشد، اگر نه اصلاح کنید مرا. دقیقاً سوال همین خیلی بود استاد. چند نفر دیگر در استودیو انتظار هستن که ما 10 دقیقه دیگر تا سر ساعت اگر باشه یگان نفری که در استودیو باشد صحبت 10 دقیقه دیگر. بسیار خوب. USA بفرمایید. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Вопрос у меня такой, Мухиддин Кабири, устаз. Что нам делать? Вот это прежде всего, чтобы поймонили или для смены власти. Что нам тогда молодежям сделать, с чего начинать? В первую очередь мы вот с этого должны начинать, а потом распределить, как бы кому где ставить, в каких должностях. Нам надо прежде всего думать об измене власти, то есть смене власти, об революции. Вот с чего начинать нам, молодежам? Ваша программа, ваши комментарии, ваши советы. Вот я бы хотел этого узнать. Все, это мой вопрос. Я могу ответить на таджикском или... Абсолютно, да. Я просто в качестве, в целях своего безопасности разговариваю на русском. А так-то я таджик. Хорошо, я так и понял. من با اجازت شما با تاجیکی جواب میگم. ببین دوستی عزیزم، دیگر ما و شما همه ملت یک میشد گفت که اجماع امت شد، اجماع ملت شده است که این حکومت برای یگان انتخابات و با یگان حتی میتینگ های میده چیده و بازاری و توالا نمی رود، رفتنی هم نیست و هر روز که این حکومت باقی ماند همین گروه مصیبت ملت ما روز به روز زیاد شدن میگیرد. پس وظیفه یگانه ما با هر راهی که باشد، البته پیش از آن با راه مصالحت آمیز نشد، با انقلاب، با قیام مردمی این حکومت رو عوض کردن. پس آیا سوال اساسی این است که همین شب و روز این چیز امکان دارد؟ من میگم نه. از لحاظ نظریوی تئوریش که امکان دارد، اما اگر واقع بینانه رفتار کنیم حالا نمیشد. برای چی؟ برای آنکه ما چند تا عامل رو باید خیلی به نظر بگیریم. همون لنین رو کسی دوست می‌دارد یا نمی‌دارد، من چندان طرفدار سیاستاش نبودم و نیستم، اما یک دو جمله در مسئله انقلاب خوب داشت که همون یک اصطلاح پردریولوسیون سیتواسیا میگن، حالت پیش از انقلابی. یعنی предреволюционная ситуация должна назревать. Какая формула? Когда руководство не может по-прежнему управлять и народ не хочет по-старому жить. یعنی این میشود فضای پیش از انقلابی، وقتی که رهبریت کشور دیگر نمیتواند از عهده مدیریت کشور برآید که امامعلی رحمان دیگر نبرآمده ایستاده است، چون روز به روز نشاندادهای اقتصادی، اجتماعی، آزادی‌های ما افتیده ایستاده است. تاجیکستان روز به روز به پایین‌تر رفته ایستاده است. از همین قانون‌ها معلوم است. خب این قسمت یکم معلوم که رحمان دیگر نمیتواند. قسمت دوم، آیا مردم تاجیک واقعاً به این نتیجه رسید که دیگر مثل پیشینه زندگی کردن نمیتواند؟ یعنی باید یک زندگی بهتر داشته باشد؟ من فکر میکنم که ملت تاجیک، شما گفتید که ما جوانان چیکار کنیم؟ جوانان ملت، اندیشمندان ملت هنوز هم به حد کافی با ملت صحبت نکردن، با ملت گفتگو نکردن که من نمیگم 100% ملت، من نمیگم حتی 70-80% ملت، حداقل 50% ملت باید درک کند که از این بیشتر ظلم دیگر تحمل کردن نمیشود. همین درک رو حاضر همگی 10-15% ملت به این حد رسیدن. من فکر میکنم یعنی 10-15% ملت این هم صاحب اندیشه ها، آدمان آزاد اندیش، آدمان تحصیل کرده، آدمان با غیرت و با ناموس به این نتیجه رسیدن که از این بدتر دیگه نمیشود. یعنی ما تاجیکان رو از افغانستان میترسوندیم، از سومالی، از لیبیا، از اونها هم گذشتیم دیگر. یک بار شما بگیرید آمار بین المللی رو، تاجیکستان در کجا قرار دارد؟ خب پس این 10-15%، ما باید این شماره رو 20%، 30%، بعد حداقل 50% کنیم که اهالی
به این نتیجه برسد که در عصر 21 یک انسان آزاد، یک انسان صاحب کرامت، صاحب شرافت نمیتواند دیگر این خیال زندگی کند. مثل غلام یک حکومت 30 سال یک خانواده همه حکومت رو غصب کند، باز نصف ملت بیاد فخر کند، رقص کند، بازی کند، قرصک زند، بگد که ما پیشوا داریم، دیگر چی پروا داریم. خب تمام دنیا علاقه از این حالت قبیلوی بیرون شد. پیشوا برای قبیله هست. ما حداقل ملت شویم، ما هنوز در سطح قبیله هستیم. کی این قبیله رو ملت میکند؟ همون یک گروه افرادی که اندیشه ملی دارن، اندیشه قبیلوی نه. یعنی اون گروه بخش از ملت که اندیشه ملی دارن باید اون بخش دیگر رو که اندیشه قبیلوی دارن از این حالت با فهماندن، با انمیخ صحبت ها، با بحث ها واردی لگری یکم کند، لگری کسانی که اندیشه ملی دارن. ما حداقل 50% شویم. من فکر میکنم که انقلاب خودش می آید. دیگر شرط نیست که کبیری دعوت به انقلاب کند، شما دعوت به انقلاب کنید. حاضر دعوت به همه گونه انقلاب در همین شب و روز، من نمیدونم بعد یه هفته چی میشه، بعد یک ماه ممکن که همون حالت پیش از انقلابی پخته میرسد، اما حاضر همه گونه دعوت به انقلاب همین روز تا فردا حیف میشود. و حتی من این رو آشکار میگم، بعضی افراد را از همین حالت قبیلوی و غلامی آزاد کردن هم حیف است. آدم وقتی با او صحبت میکند، گوش میکند، بخصوص همین چاپلوسان و اوانگارد و همین طرفداران حکومت رو، بعد میگه که بگذار همین آدم در این حالتش ماند، این آدم سزاوار همین است، برای این آزادی حیف است. و گفت شاعر این غلام ابن غلام حریت اندیشه او را حرام. یعنی این غلام ابن غلام خودش، همین بعضی هاش، همین باباش هم همین طرفدار حکومت شوروی بود، مثال پدرش هم طرفدار همین طبیعت غلامی را داشت، همین بلشویکای ملت سوز و ملت دوز را قبول داشت، حاضر فرزندش هم قبول دارد همین نیو بلشویکا را. خب این در همون فرمولا معادله توری میگیرد. این غلام ابن غلام حریت اندیشه او را حرام، برای او آزادی حرام است. همین درباره آزادی و حریت گپ زدی، ترک تروریست میگد، کافر میگد، نمیدونم باز با یک عباره دیگه گفتن خائن میگد. برای او حرام است، حیف میشود، او سزاوار آزادی نیست. ما بالای کسان کار کنیم که اونا بگذار طرفدار حکومت هم باشند، اما در ضمیرشون انسان‌های عادل هستند، در جستجوی عدالت و فراست و انصاف هستند. خیلی ها تغییر کردند. مثلا با ما خیلی ها نامه می نویسند که من قبلا در گروه چاپلوسا بودم، اوانگارد بودم، زید شما بودم، بعدی که صحبت کردم دیدم دزدی اینها رو دیدم، الکی تغییر کردم. خیلی ها تغییر کردند در نتیجه همین صحبت ها و در نتیجه تجربه شخصی خودشون. ما نمیگم سالها این کار را دوام دهیم، حداقل همین گونه صحبت ها رو یک کمی بیشتر کنیم، فهماندهی با مردم، با ملت صحبت کردن. و از همه مهمش برادر عزیز، شما گفتید که ما چیکار کنیم؟ شما با جوانان صحبت کنید، با مردم صحبت کنید. ما هم با مردم صحبت کنیم، هم با نیروهای سالم، نیروهای اپوزیسیونی بین یکدیگر گفتگو رو بیشتر کنیم. خدا را شکر همین یک ماه 2 ماه اخیر خیلی صحبت‌های خوب در شهرهای گوناگون اروپایی با همه بخش‌ها، با همه گروه‌های اپوزیسیونی، با همه حزب و حرکت‌ها شده است. درست است که اعلان نمی‌کنیم و شاید خوب هم باشد که اعلان نکنیم، اما همدیگر فهمی، بعضی انتقادهای یکدیگر، بعضی مسائل‌ها رو در حضور یکدیگر، نه در شبکه و رسانه، نه در کانال یوتیوب، نه در فیسبوک. ببینید در فیسبوک، در کانال یوتیوبی، در توییتر نسبت یک مبارز، یک گروه اپوزیسیونی میدونید کی مینویسد؟ کسانی که اونها هدفشون مبارزه نیست، کسانی که اونها هدفشون وحدت و همبستگی و از قدرت دور کردن این ظلم و دیکتاتور نیست. اونها هدفشون خودنمایی هست، هدفشون یعنی همون بعضیا گرفتار شهوت میشن، شهوت هر خیل میشه، یکیش شهوت شهرت است. بعد یک مدت بیند کیش که دربارش صحبت نمیکند، مثل همون دغل هم باشد، میگن یک نفر در دهه‌ایش که دربارش وقتی که گپ نمیزند در آسیاب دهه یا در مسجد دهه میشوشد، کاری بدی میکند، اما حداقل یک هفته 2 هفته مردم دربارش
در دهه صحبت میکنند. او از همون راحت میکند، کیف میگیرد که خب حداقل دربارم با نیکی یاد نکردن، حداقل دربارم گپ میزنن. کو بعضی آدم ها واقعا در آسیاب میروند همین نامعقول رو میکنن، یعنی در آسیاب ملت، اما بیخبر از اون که اینها دیگر در حاشیه روندها هستند. اما خوبی کار در این است که ما این صحبت و مشورت ها رفته ایستاده است، نزدیک شوی روز به روز دارد بیشتر میشه. شما هم از طرف خود با مردم، با جوان ها بیشتر صحبت کنید. من همون طوری که در مسائل دینی گفتم که حمایه ارزش های دینی وظیفه یک حزب و یک گروه نیست، این وظیفه تمام امت هست، پیش از همه علما، بعد ما، بعد مردم عادی. بیدار کردن ملت، مبارزه بهر ارزش های ملی و آزادی، این وظیفه یک حزب و پیمان یک نیست، این وظیفه ملت است. درست است که باید یک نفر، یک گروه پرچم بردار باشد مثل کاوه. این میدونه چی؟ فخر هر کس است. خداوند به هر کس شرف نمیتید، این فخر نمیتید که پرچم بردار باشد. باید هر کدام ما تلاش کنیم. من هم باید تلاش کنم که پرچم بردار باشم. تمام نیروی خود را صرف این میکنم و خواهم کرد. اگر خداوند مشرف گرداند با این فخر، با این شرف از این دنیا بیروم که من پرچم بردار بودم و هستم، این بالاترین بها و بالاترین پاداش برای من خواهد بود. اما هر کسی دیگر هم حق دارد، وظیفه دارد که پرچم بردار باشد. من همین قدر قدرت دارم، همین قدر توان دارم. اگر کسی دیگر میتواند از من بهتر کرده، ماشاءالله من در خدمت شما هستم. نه مثل بعضیا شکایت کنن که فلانی اول کنار برود. من برای چی کنار بروم از مبارزه؟ این مبارزه مالکیت کسی نیست، مونوپولی کسی نیست. من حق ندارم مونوپولی کنم و کسی دیگر هم حق ندارد مونوپولی کند. بگید که اول خودت بیا و بعد من بیا. نه، مرحمت، میدان از دلیر بیا. مبارزه بر ملت در اطرافت که جمع شد، کبیری خودش اتوماتیک میاد در خدمت تو خواهد بود. همین از برادر عزیز مشورت من. اگر باز یگان فکر دیگر، ایده دیگر در شما پیدا شد، در صحبت‌های بعدی هم با ما ارسال کنید، سوال دید، حتما در خدمت هستیم. تشکر زیاد. هرچند استاد سوال دهنده ها زیاد هستند، میبینم در چت یوتیوب هم سوال های زیادی آمده است و اینجا چندی از سوال های نوشته گسیل کردگی هم هست، ولیکن ساعت هم به وقتی ما 8 شد، به وقتی تاجیکستان 11 شب است. الکی من شوکت جان دلم به همون، والا بسیارا شاید که 3 ساعت هم گوش کنن، اما من دلم به همون فبریک جواب میسوزد که اینها باید بعضشون نمیخواهند گوش کنن، نمیخواهند باشن، از همین حرفای ما خوششون نمیاد، اما مجبورن بشینن برای که همون دلم به همون میسوزد. چند نفرشون التماس کردن که التماس اکو پیش خانواده را این بس کنید، بیاد حداقل 1 ماه 2 ماه همین هر شنبه اگر توانیم با سوال های مردم جواب دهیم. یعنی منظور نه که دیگر دوامناک بعد باشد، نه، یک مدت با سوال های مردم جواب دهیم، بعد باز این فرمت را قطع میکنیم، با یک فرمت دیگر میگذاریم. ولی برای اینکه سوال حالا زیاد است و هنوزم به همه سوال ها جواب نگفتیم، یک مدت دیگر دوام میدیم، باز بعد فرمت گفتگو با مردم رو تغییر میدیم. بسیار خوب. تشکر زیاد. نگهبانتان باشد. سلامت باشید. تشکر که وقتی پر قیمت خود را جدا کرده در خدمت ما بودید. سلامت باشید استاد گرامی. تماشابینان عزیز گرامی، به یکایی که شما هم تشکر میکنم که در این برنامه ما به نهایت فعال بودید و به ما توسط نامه، توسط میسنج ها سوال های خود را فرستادید و بعضی از شما سوال را فرستادگی است، به سوالش جواب گفته شده است. اگر تب دلش نشد باز هم وارد استودیو شد و سوال خودش را به دادن کوشش کرد. این خیلی ها خیلی زیاد شدند، اما من کوشش کردم که تماشابینان عزیز گرامی سوال هایی که اینجا داده شدگی هست به سوال الکی جواب گفتند، دیگر او سوال شما رو عیناً همونی که شما نوشته تکرار نکردم. برای همین به جواب سوال ها من بعد وقتی که این گونه برنامه ها میگذرد دقت دهید. شاید همون عیناً نطق عیناً نقل شده شما نباشد، لیکن به سوال شما جواب گفته شده است. برای همین به این قناعت برسید که وقتی که به سوال شما مضمونا جواب گفته شد، دیگر حجت باز تکرار همین سوال شما نیست، تا اینکه وقت دیگران رو نگیریم.
تماشابینان عزیز، از یکایی که شما خواهش میکنم که این نوار ما را پسند کنید، یعنی تکمه لایک را گذارید، نظر نویسید. از یکایی که شما خواهش میکنم، اینجا تقریبا 2000 نفر ما را تماشا دارن. از یکایی که شما خواهش میکنم اقلا یک نظری نویسید، نظری خودتان را نویسید درباره گفته های استاد کبیری، درباره برنامه، درباره اندیشه ها، درباره همین سوال و جواب ها. یک تایی نظری خودتان را نویسید، بسیار مفید خواهد بود، چون ما از نظر شما نیز استفاده خواهیم کرد و خواهیم دانست که تا چه اندازه این برنامه ما تابع دل شما بوده است و در آینده برای پیشنهاد کردن برنامه ها ما طبق خواسته های شما کوشش خواهیم کرد. برای همین از یکایی که شما خواهش میکنم که حتما نظر نویسید، یعنی سلک این برنامه را به دوستانتان بفرستانید تا اینکه دیگران اگر ندیده باشند ببینند، بهره بگیرند، به سوال های خودشان جواب بگیرند. و از همه مهم خواهش ما این است که دوستان عزیز آبونه شدن را فراموش نکنید، به کانال یوتیوبی پیمان لایف آبونه شوید و همچنین پیمان لایف تیک تاک، شبکه های تیک تاک، اینستاگرام و تلگرام خود را دارد. شما می توانید به کانال های تیک تاکی ما و به کانال های اینستاگرامی و تلگرامی ما نیز آبونه شوید و همه روز برای شما کم کم هم باشد مطلب پیشنهاد خواهیم کرد و امیدواریم که مفید خواهد بود. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم، در خدمت شما بودم، شوکت محمد، و امیدواریم که من بعد هم زود واخورده میستیم. سلامت باشید.